بزرگترین سوره قرآن عظیم الشان و از اون سوره هایی که بعد از هجرت نازل شدن، از اون سوره های اولیه هست، یعنی بعد از هجرت این سوره نازل شده. سوره های مدنیه هستند که در آخر عشره بعد از هجرت نازل شدن، ولی سوره بقره از اون سوره های هستند که بعد از هجرت اول نازل شدن. این سوره مبارکه با سوره فاتحه چه ربطی و مناسبت نامی و معنوی دارد؟ ربط نامی چون روی سخن در این سوره مبارکه بقره با یهود است که در مدینه منوره و حال و حوش مدینه منوره قبایلی از یهود ساکن بودند و به انتظار پیغمبر اکرم نشسته بودند. خب از نظر نام فاتحه با بقره و آل عمران و نساء، حضرت مولانا حسین علی رحمه الله از ابتکارات او در قرآن عظیم الشان که جای دیگر ما نشنیده ایم و ندیده ایم شاید باشد، اینه که سوره ها را با نام هم ربط و مناسبت میدن. در سوره فاتحه گفته شد ایاک نعبد و ایاک نستعین. در سوره بقره لا نعبد البقره، فقط تو را عبادت میکنیم و فقط از تو استعانت میگیریم، گوساله را عبادت نمی کنیم و از گوساله استمداد نمی کنیم کما عبدت الیهود، چنانچه که یهود گوساله را عبادت کردند. ما گوساله پرست نیستیم، گاو پرست نیستیم چنانچه یهودی ها بودند. ایاک نعبد و ایاک نستعین، لا نعبد المسیح لا نعبد العیسی کما عبدت النصارى، یا لا نعبد آل عمران. سوره آل عمران میادنی ما فقط تو را عبادت میکنیم، ایاک نعبد، لا نعبد آل عمران، آل عمران را عبادت نمی کنیم چنانچه که عبدت النصارى، نصارى آل عمران را عبادت کردن، فقط تو را عبادت میکنیم. بقره لا نعبد البقره ولا نعبد آل عمران کما عبدت اليهود والنصارى و نؤدی حقوق النساء، حقوق زنان را هم ادا میکنیم. سوره نساء هست نه؟ لحظه وقتی فقط تو را عبادت کردیم، گاو و آل عمران را به عبادت نمی کنیم، حقوق و حق زنان را و حقوق صاحبان حق را ادا می کنیم. لحظه انزل علینا مائدة من السماء، یک سفره پر از نعمت در دنیا و آخرت بر ما نازل بفرما. این ربط نامی این سوره ها را تا اینجا حضرت مولانا بیان کرده. خب از نظر ربط معنوی سوره بقره با فاتحه چه مناسبتی دارد؟ در سوره فاتحه از خدای عزوجل به فرمان خودش هدایت طلب شد که اهدنا الصراط المستقیم. این هدایت مراد هدایت تشریعی، دوام علی الهدایت، ایصال المطلوب بود. یک هدایت فطری که الله تعالی به همه داده است، به دامه ها داده، داده ها داده، حشرات داده، اون هدایت فطری الهی به جای خودش. لیکن هدایت تشریعی که انبیاء و صدیقین و شهدا را عنایت کردی، همون هدایت تشریعی را به ما عنایت بفرما و ما را بر آن هدایت ثابت قدم نگه دار. اکنون در سوره بقره الله تعالی می فرماید اون رهنمودها و اون هدایاتی که به نبیین و صدیقین عنایت شده است، اون تشریح هدایت در این کتاب است. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین.
اون هدایات لازمه که بر آن هدایات انبیاء علیهم السلام و صدیقین و شهدا و صالحین پایبند بودن و به مقام رسیدن و به ولایت ها و درجات عالیه نائل گشتن، همین کتاب هست که شما را به سیرت طیبه نبیین که صنف اول منعم علیهم هست و به راه صدیقین و شهدا و صالحین، همین کتاب راهنمای کامل هست. شکی نیست که برای متقیان درجه یک نبیین و صدیقین و شهدا این کتاب هدایت نامه ای هست. لحظه بچسبید به همین کتاب که شما را در راه نبیین و در راه صدیقین و شهدا خوب رهبری می‌کند. در سیرت و اعتقاد و اعمال نبیین شما را این قرآن رهبری می‌کند. هدی للمتقین هست. شکی نیست که این قرآن از جانب رب العالمین. در سوره بقره، در سوره فاتحه تذکره سه جماعت اجمالی بود: منعم علیهم، مغضوب علیهم و ضالین. الله تعالی در ابتدای این سوره اوصاف منعم علیهم را ذکر کرد. از الذین یؤمنون بالغیب تا هم یوقنون اوصاف بیان شد برای منعم علیهم. اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون. ثمره دنیا و آخرت آنها بیان شد. گروه دوم مغضوب علیهم بودند، از ان الذین کفروا سواء علیهم تا سر رکوع لهم عذاب عظیم. اوصاف مغضوب علیهم را بیان از و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر. اوصاف ضالین را بیان کرد، منافقین را، اونهایی که راه را گم کردند، بین راه کفر و بین راه ایمان حرکت میکنند، هر جا مساعد برای خود هر راهی را از دو راه کفر و ایمان دریابند به همون جاده میزنند. اگر راه کفر مساعده میزنند تو جاده کفر، اگر راه ایمان مساعده میزنند تو راه ایمان. حالات اینها تا آخر رکوع دوم بیان شد و بعد از آنجا دیگر دعوای سوره هست و موضوع اصلی سوره هست. در این مقدمه حالات سی گروه را تفصیلا قرآن عظیم الشان بیان کرد، صفات سی گروه را بیان کرد و خطرات آنها را و خطر سنگینتری که به مسلمان ها به متقین ضربه وارد میکرد کاری منافقین بود. دو مثال هم برای اینها ایراد کرد، یا دو تا مثال، مثلهم کمثل الذی استوقد نارا، یک مثال برای کفار، یک مثال برای منافقین. و بعضی اعتقاد دارند که هر دو مثال برای منافقین ہے. خوب حال آنها را در یک رکوع تشریح کرد. در رکوع اول حال متقین و مغضوب علیهم را، در رکوع دوم فقط حال ضالین را که یک فرقه بسیار خطرناک و دو رنگ و دو راه بود، بین دو راه اقامه کرده بود. واتخذوا بین ذلک سبیلا. در سوره فاتحه دعوای بگوید انسان ها ایاک نعبد، دوی سوره فقط تو را عبادت میم. چرا؟ دلائل این ذکر نشد. چرا تو را عبادت میم؟ در سوره بقره بعد از دستور اکید اعبدوا ربکم، انسان ها همه شما، عرب و عجم، سیاه و سفید، یهودی و نصرانی، مجوس، همه انسان ها خدا ربتان را فقط عبادت کنید. چرا؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء. این همه دلائل را ارائه داد. چرا عبادت کنیم الله را؟ چرا رب را تنها عبادت کنیم؟ دلائل برای این مطلب داد. اونجا فقط دستور بود که بگویید ایاک نعبد و ایاک نستعین. حالا برای اجرای این دستور مقتضی اجرای دستور را اینجا بیان کرد، یعنی دلائل برهان بیان کرد که به این دلائل شما رب را عبادت کنید. بس
دیگه کسی را عبادت نکنید. در سوره فاتحه ربط چهارم فقط دعوا بود که بگید ایاک نعبد، تو را عبادت میکنیم. انواع و اقسام عبادت را در سوره بقره بیان که عبادت چیه، که تو را فقط عبادت میکنیم. انواع و اقسام اون عبادت را در سوره بقره بیان کرده که بابا عبادت رکوع است، سجود، طواف، نداء، نذر، نذورات، قربانی، این همه عبادت را تشریح کرد. جهاد، انفاق، این همه عبادت را در سوره بقره تشریح کرد. انواع و اقسام عبادت ها را به عناوین مختلف الله تعالی در سوره بقره به ما آموزش داده. اونجا فقط دستور بود که بگید ایاک نعبد، فقط تو را عبادت میکنید. اقسام عبادت بیان نشده بودن در این سوره مبارکه. اقسام عبادت را الله تعالی بیان میکنه. در سوره فاتحه بیان معبودیت خدای متعال بود که معبود خدا هست و ما همه عابدیم. در سوره بقره بیان عبدیت هست. بیان عبدیت چطور عبدها تسلیم بودند، ابراهیم خلیل الله چطور تسلیم بود، حضرت یعقوب چطور تسلیم بود، دیگر انبیاء علیهم السلام چطور تسلیم بودند. بیان معبودیت در سوره فاتحه بود که الحمدلله رب العالمین، این معبود هست به خاطر رحمان رحیم مالک یوم الدین. بیان معبودیت خدا بود. حالا بیان عبدیت در اینها هست که چطور حضرت موسی از خدا اطاعت کرد، حضرت ابراهیم از خدا اطاعت کرد، دیگه انبیاء علیهم السلام، و چطور بندگان صالح الهی و من اهل الكتاب منهم، از اهل کتاب چطور عبادت کردن چطور نکردن. لذا بیان عبادت، بیان عبدیت هست. اونجا بیان معبود بود، اینجا بیان عبدیت هست که به چه کیفیتی از خدا اطاعت کردن. در سوره فاتحه بیان الوهیت خداوند بود که او معبوده بس. در سوره بقره بیان رسالت آن حضرت می باشد. بیان رسالت پیغمبر علیه السلام چه وظایفی دارد. یتلو علیهم آیاته و یعلمهم الکتاب والحکمه و یزکیهم ربنا وبعث فیهم رسولا منهم. بیان رسالت رسول الله در سوره بقره است. اعتراضاتی که بر رسالت پیغمبر وارد شد دلائل برای این مطلب داده شده است که این رسول بر حق است، چرا کتابی بدون مثل و مانند ارائه می کند. این معجزه زنده و پاینده را در اختیار دارد. این دلیل هست که او پیغمبر است. در سوره بقره بیان رسالت بود، اونجا بیان الوهیت بود. 6 رب در خدمت شما عرض کرد. خب الان بیاییم به خلاصه این سوره که در این سوره مبارکه خلاصه سوره بقره اثبات اصول اربعه مهمه که هر یکی از این اصول اربعه برای اصول قبلی حیثیت خادم را دارد. خلاصه سوره بقره اثبات اصول اربعه بسیار مهمه که هر یکی از ثانی برای ما قبل خودش به حیثیت معین و به حیثیت خادم هست. اون اصول اربعه که در این سوره بیان میشن: توحید، صداقت رسول، جهاد، انفاق فی سبیل الله. 4 مسئله مهم در این سوره بیان میشن. اول توحید، بعد رسالت، بعد جهاد و در آخر مسئله انفاق. خادم توحید
رسالت هست. رسالت به خاطر اینه که توحید بیان میشه، بزرگی خدا و حق خدا احیا بشه. انسانها ترک کردن، نبی موظف هست که انسانها را به عبادت خدا دعوت بدهد و برای اثبات این دعوا و این دعوت دلائل بدهد، معجزه ارائه کند و برای اثبات رسالت که رسالت پیغمبر پذیرفته شود با منکران رسالت باید جهاد و انفاق بشه. جهاد و انفاق خادم رسالتن، برای اینکه نبی تایید بشه، برای اینکه نبی دعوتش نشر و پخش بشه، باید در برابر مانعین دعوت نبی و مانعین ارشاد نبی با قوت قهری جان و مال فدا کنید تا بتوانید پیام پیغمبر را با خود پیغمبر یا بدون پیغمبر به جهان عرضه کنید. جهاد برای اینه. کفار نمیگذارند دعوت و تبلیغ و ارشاد را، لذا شما با قوت قهری که وقتی آمدید شهر را تسخیر کردید، همه مردم گوش به فرمان شما میشن و از شما میشنوند. شما وقتی رسول را با اخلاق زیبا و با اعتقاد زیبا و با اعمال زیبا در وجود خود عملا به اینها نشان میدید که بابا اسلام دارای این حقوق هست، دارای این قوانین، این اسلام آمده است که تا شما را از ذیک دنیا، از غلامی حکام، از غلامی دنیا بکشن و شما را به غلامی و بندگی خدا وادار. ابتعثنا الله، اون سخنران رسول الله فرمود خدا ما را مبعوث کرده برای چه؟ لنخرجکم من ذیک دنیا الی سعتها. شما به این فرشه های بهار مرده اید، شما برای این خانه های مجلل مرده اید، شما هم غمتون دنیاه، بالاتر از دنیا تصوری ندارید. ما را خدا مبعوث کرده است که بگیم بابا همه هم غم و صلاحیت ها را برای دنیا پیدا نکنید، جهان دیگر است، برای اون جهان فکر کنید، به ادناترین چیز دنیا اکتفا کنید و برای آخرت آمادگی کنید. مقصد شما پرشوهار نباشد، مقصد شما سنگ مرمر نباشد، مقصد شما بهار دنیا نباشد، خورد و نوش دنیا نباشد، بله اینها ضرورت و مایحتاج شما هستند. همانطوری که یک ساختمانی را کسی می سازد، نیاز در آن ساختمان از همه قسمت های ساختمان مهمترین جزئی که برای ساکن اون ساختمان لازمه چیه؟ که از همه قسمت هایش لازم تره؟ خب دستشوییه. بدون دستشویی ساختمان ارزش یک قرار را ندارد. پس اون انسانی که بخواهد با کمترین موجودگی ساختمان زندگی کند بدون دستشویی نمیتواند زن و فرزند و خانواده خود را ببره. پس این دنیا نیاز ما هست. مقصود ما، هیچ انسانی نمیتونه بگه که مقصد ما از ساختمان دستشوییه. همه چیز ساختمان ضرورت انسانه، لیکن مهمترین جزش همونه. میشه که ساختمان فقط دیواری داشته باشد، شما برید اونجا بشینید و یک تگردو کی سایه کنید و، لیکن اگر چای و سنگی و بلای بطری نداشته باشه چی کار بود؟ به مشکل سنگینی گیر میکنید. با کمترین امکانات ساختمان میشه که گزاره کرد، با یک سقفی که ولو هم بالای سقف والا هیچ چیزی هم نباشه، حتی با حیاتش، لیکن بدون دستشویی در 200 متر میخوان چی کار کنن هنگام ضرورت؟ لحظه بله دنیا ضرورتی هست، مقصودی نیست. الله تعالی برای تثبیت رسالت الله تعالی دو چیز را گفته شما انجام بدید، یکی انفاق، یکی جهاد. اول مسئله جهاد انفاق میخواد. جهاد بدون انفاق میشه؟ بین خاطر انفاق خادم جهاد است، جهاد خاتم رسالت است، رسالت خادم توحید است. اصول اربعه مهمه که هر یکی از ثانی معین برای اول است، توحید و رسالت و جهاد و انفاق فی سبیل الله. جهاد انفاق تایید میکند جهاد را، جهاد تایید میکند رسول را.
به آن چیزی که فرستاده شده. رسول بعث بالتوحید. لہذا سوره بقره به 4 قسم تقسیم است. در هر قسم چند باب و چند نوع است. 2 حصه دارد این سوره مبارکه. حصه اول تا آیه 177 رکوع 22 اولئک هم المتقون. حصه دوم تا آخر. در این قسمت اول الله تعالی 2 مسئله اساسی را بیان میکنه: توحید و رسالت. آیه 177 اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون. تا اینجا حصه قسمت اول سوره هست که مسئله توحید و رسالت بیان میشه. از یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص قسمت دوم سوره هست. بیان امور انتظامیه بیان میشن که نظم و نسخ که خود شما مرتب باشد، شما مسلمان ها با هم درگیر نباشید تا در برابر دشمن بتونید جهاد کنید و انفاق کنید. اگر مسئله خودی حل نباشد جهاد نمیشه. هر ملتی که با خودش درگیره او در برابر دشمن زبونه. چنانچه که ملت افغانستان با هم درگیر بودن، دشمنی سوی استفاده کرده از درگیری آنها و آمدن یک سری از خدا به خبرها با آنها همکارن و با سری دیگر در جنگ. و این جنگ هم ادامه دارد، شاید اگر امریکا نره تا قیامت. همچنین در عراق ملت متحدی نبود، کرد و غیر کرد از هم جدا بودند و لحاظا از نظر مذهب، از نظر ایده امریکا سوی استفاده کرد، اونجا رفته و لحاظا الان درگیری ادامه دارد. یک سری با امریکا همکارن و یک سری که نمیخواهن با آنها درگیرن. بزن و بکش. اونها هم زیاد میکشن، اونها دستگیر میکنن و میبرن سر میبرن، بلکه سر نمیبرن به پا آویزان میکنن، با پا اعدام میکنن. سخترین اعدام پا هست. اعدام سر یک مرتبه نخا میشه، تمام اعدام پا تا ساعتها و شبها او زنده هست و سرش پایینه و آخر بچین برگی میمیره. یکی به من گفت انگلیسا با پا اعدام میکنن. واقعا جنایت میکنن خبیثا. اعدام با پا سخته. پای انسانی را ببندند و دست شایر ببندند و سرش پایین بکنن، این دیگه خیلی سخت. مرگ که میاد لیکن به سختی میاد و گردن هم فوراً نخا میشه. با اولین جتکه‌ای که بیکشن نخاش از بین قطع میشه، گردن نخا هست و قطع میشه، مردک فوری تمام میشه. شاید یک مرتبه پا تکان بده یا نه. خب به پا حساب خدا میرسه. خدا نجات بده. 2 قسمت دارد. خب در قسمت اول باز 2 مضمون توحید و رسالت. تا ولا هم ینصرون رکوع 15 مسئله توحید بیان شده است و از اذ ابتلی ابراهیم ربه مسئله رسالت است. یعنی در قسمت اول از 2 حصه و قسمت لا اله الا الله محمد رسول الله تشریح شده است. مسئله توحید و مسئله و قسمت دوم بعد از بیان امور انتظامی که انسان نظمش برقرار باشد تا جهاد کند و انفاق کند در راه خدا، اون امور انتظامیه را بیان میکند و بعد از آنجا لحاظا سروران گرامی مسئله جهاد و انفاق مطرح میشه. اول امور انتظامی بیان میشه، کشت کسی را او را قصاص بگیرید، در باب نکاح و در باب معاملات و از راه نامشروع مال یک دیگر را نخورید که دشمن میشید. کسی مال دیگری را ناحق بخوره با او دشمن میشه دیگه. هیچ کسی. امور انتظامیه برای این هستند که نظم شما خوب بشه و شما متحد و متفق باشید و بتوانید در میدان جهاد در برابر دشمنانتون مقاومت کنید. این یک خلاصه کلی سوره بود.
حالا میاییم به خلاصه جزئی سوره. هر سوره ما قبلا به شما گفتیم که هر سوره یک دعوا و موضوع مرکزی دارد که تمام سوره به اون دعوا و موضوع مرکزی تعلق دارد، مناسبت دارد. مثال موضوع مرکزی و مثال موضوع محوری مثل ریشه درخت هست برای تمام تنه و شاخ و برگه ها و میوه ها. ببینید همه شاخ و برگ و تنه و میوه با ریشه درخت ارتباط دارن، ندارن؟ همه میوه ها در هر شاخی در هر ارتفاعی باشن ارتباطشون با ریشه درخت است. تنه درخت با ریشه درخت ارتباط دارد، شاخه های کوچک و بزرگ، برگه ها و گل ها با ریشه ارتباط دارد. حالانکه ریشه کجای؟ زیر زمینه و میوه به فاصله 50 متر از او دوره، 100 متر دوره. درخت بسیار بزرگیه. درخت گردو را نگاه کنید کجاست شاخه کشیده، لیکن هر شاخه آن، هر برگ آن، هر میوه آن، هر تنه آن و شاخه آن با ریشه ارتباط دارد. ارتباطش از ریشه قطع، به محضی که ارتباط شاخه یا تنه از ریشه قطع بشه اون شاخه دیگه با درخت نمیماند، فوراً ارتباطش از ریشه قطع شده، خشک شده، او را تحویل تنور میده. لحظه این قرآن تمام سوره ها یک موضوع محوری دارن، کل سوره به ارتباط دارن. حالا ما تا یک دو رکوع که میخوایم بخوانیم ارتباط رو ذکر میکنیم. خب دعوا هست یا ایها الناس اعبدوا، این دعوا سوره هست. قبل از دعوا مقدمه هست، دو رکوع قبل از دعوا مقدمه این دعوا هست. در این مقدمه هر دعوا مقدمه دارد. هیچ دعوایی در دنیا نیست که بدون مقدمه باشد. هیچ سخنرانی در دنیا نیست که مقدمه. کامل ترین سخنران موضوع مطرح کننده اونه که مقدمه خوبی داشته باشد برای اون موضوع و بعد دلائل خوبی هم داشته باشد برای اثبات موضوع. اون سخنران کامیاب به شمار میده. دلائل عقلی بده، دلائل نقلی بده، دلائل وحی بده. حالا قرآن عظیم الشان که سه نوع دلائل دارد، دلیل عقلی، نقلی، وحی. لذا دعوا هست یا ایها الناس اعبدوا. بعد از دعوا دلیل عقلی ذکر شده. شبهاتی که بر این دعوا وارد میشن، این دعوا را کی مطرح میکند؟ پیغمبر مطرح میکند. برای رسالت شبهات دارن، جواب میده اون شبهات را که من عرض میکنم. باز بر اون چیزی که دلیل رسالت پیغمبر قرآن را بیان کرده، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، یک شبهه نسبت به رسالت بود. الله تعالی قرآن را دلیل ذکر کرد، برای اینکه قرآن کتاب خدا دلیل رسالت پیغمبر است. خب چه دلیلی هست که قرآن کتاب خدا هست؟ ما شبهات داریم در این قرآن، در حرفهای قرآن، لذا اینها دلالت میکنن که کتاب خدا نیست. اون چیه؟ مثالهای گوناگونی، نعوذ بالله مثالهای رقیقی که در قرآن بکار رفته دلالت میکند که این کتاب رب العالمین. خدا و نام مگس، ذباب، خدا و نام عنکبوت. خدا با این ذات عظیمش نام ذباب را بگیره و نام عنکبوت را. الله تعالی فرمود ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا. مثال برای تبیین حقایق است، کاری ندارد با شان مثال زن. مثال را به این خاطر ایراد میکنم که مقصد واضح بشود، مطلب واضح بشود، موضوع مشخص بشه. واعظ کامیاب در دنیا، سخنران کامیاب مقدمه مفیدی، دلائل مفیدی و همچنین مثالهای مفیدی به موضوع مطرح میکنن. این سخنران کامیاب است. الله تعالی در این مقدمه قبل از دعوا
آیین نامه ای را معرفی بود. برای اون دعوا آیین نامه ای را، اساس نامه ای را، قانون اساسی را مطرح می کند که برای دعوای اعبدوا ربکم قانون نامه و آیین نامه و به اصطلاح اساس نامه و قانون اساسی همین کتاب. قانون اساسی شما که دعوای اعبدوا را بپذیرید این کتاب، این قانون اساسی شما. خب این قانون اساسی را کسی میتواند عمل کند؟ قوانینی که در این قانون اساسی گنجانیده شده اند قابل عمل هستند؟ میتواند این قانون را کسی در دنیا اجرا کند؟ میتواند این قانون را ملاک عمل قرار بده؟ در قدرت آنهایی که این قانون را اجرا کنند. قانون اساسی را ما میخواهیم که اجرا بشه در دنیا. برای اجرای این قانون نمونه هم هست در دنیا که کسی توانسته این اساسنامه را، این قانون اساسی را در زندگی خودش اجرا کند و نشان بدهد در دنیا؟ میگه بله، این اساسنامه و این قانون اساسی چنان عاملانی دارد که بر این قانون اساسی عمل کردن و به صلاح آخرت و دنیا رسیدن، بر هدایتن در دنیا و در آخرت رستگاران. اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون. اوصاف کسانی که بر این قانون اساسی عمل کردن قرآن بیان میکنه. هدی للمتقین. کیا هستن متقین؟ اوصاف متقین را بیان کرد. خب اونهایی که تمرد کنن و از این قانون اساسی سرپیچی کنن، اونها به ذلت و خواری گرفتار میشن. عذاب عظیم برای آنها هست و چشم و گوش و آیین اینها هیچ چیزی ندارن ارزشمند. خب اونا ارزشمندی ندارن. حالات کفار بیانه، بعد حالات منافقین. قرآن مدعی شد که من کتاب رب العالمین هستم، من اساسنامه‌ای هستم که در من هیچ شکی نیست که از جانب رب العالمین و من متقی می سازم. شبه وارد می شد تورات هم کتاب رب العالمین است، متقی ساز است. انجیل و زبور کتاب رب العالمین است، چون روی سخن یهود و نصارا هستن. تورات هم متقی ساز است، انجیل هم متقی ساز است، زبور هم متقی ساز است. چه نیازی بود که کتاب جدیدی بیاید و متقی بسازه؟ اصلا نیازی نبود. اساسنامه های الهی وجود دارد، تورات وجود دارد، انجیل وجود دارد، کتب و تفاسیر تورات و انجیل از انبیا منقول وجود دارند. نیازی به کتاب جدیدی نبود، نیازی به کتاب جدیدی نبود. الله سبحانه و تعالی فرمود بله، تورات، انجیل، زبور متقی ساز بودند، لیکن حاملان تورات و انجیل چنان انحرافات، تغییرات، تحریفات در تورات و انجیل و زبور آوردند که امروز خود توراتی ها و خود انجیلی ها و خود زبوری ها هم مبهوتند که کدام قول را ما ملاک عمل قرار بدیم. توراتی ها، انجیلی ها، زبوری ها خودشان چنان تغییرات و تحریفاتی غلات آنها آوردند، بغات آنها آوردند که امروز تورات را و انجیل را و زبور را مسخ کردند، تغییر و تبدیل کردند. یحرفون الکلمه عن مواضعه. لذا قرآن آمد که این کتاب لا ریب فیه من رب العالمین، این کتاب شک نیست که از جانب رب العالمین آمده است و هدی للمتقین، همه آنهایی را که به طرف تقوا حرکت کنند راهنمایی کامل است. در آن تغییری نیست.
لا ریب فیه من رب العالمین، که از جانب رب العالمین میاد، در این شکی نیست. و همه آنهایی را که به طرف تقوا حرکت کنن رهنمای کامل است. تورات را بر اثر دستبرد ظالمین صلاحیت را دست داده و اون نمیتواند تمام دنیا را به طرف تقوا رهبری کند. خود توراتی ها در شک و شبهان، خود انجیلی ها در شک و شبهان. انجیلی که امروز در اختیار مسیح هست به 4 نمونه، هر نمونه دیگر را تکذیب می کند و نمیتواند دنیا را رهبری کند. کتابی می خواهد، قانون اساسی می خواهد که دنیا را رهبری کند به صراط مستقیم. قرآن فرمود این کتاب لا ریب فیه من رب العالمین، شکی نیست در این کتاب که از جانب رب العالمین میاد و نقشی که در دنیا این کتاب دارد هدی للمتقین. باز الله تعالی سیره توراتی ها را در صدر بیان کرد. تورات وقتی آمد و منزل الیه تورات مطرح کرد، شما در جواب گفتید خب این متقیانی را که قرآن رهبری می کند دارای چه صفاتی هستند؟ تقوا که یک مسئله مجمله، اونا که به طرف تقوا حرکت می کنند شبهاتی هست. حضر من الان میخوام اونا را عرض کنم تمام وقت گرفته میشه، من خلاصه ش دارم میگم. هدی للمتقین هست، تورات هدی للمتقین بود، انجیل و زبور. الله تعالی میگه اون متقیان تورات حالشون نگاه کن. وقتی که موسی علیه السلام آورد تورات را مکتوب، فوراً اینها دیدن و احکام تورات را سختن، گفتن نه ما نمیتونیم عمل کنیم. الله سبحانه و تعالی گفت خب بیار سران این یهود را، موسی بیار به طور که من با تو کلام میکنم و لحاظا آنها بشنون و بعد برن قوم خود را بگم بله این تورات همون کتابی است که خدا به موسی داده. اینا گفتم معلوم نیست موسی تو 40 روز رفتی غایب بودی، همه اینها را روی تخته نوشته کردی و آوردی برای من که خدا فرستاده؟ خدا گفته که ما 1/4 مال را بدی؟ بله خدا گفته 1/4 مال را زکات بدی. 40 میلیون داری 10 میلیون بدی زکات. خیلی برانا گران تمام شد. گفت خب بیار اونها را که بسیار مورد پسندن نخبگان قوم یهود را بیار تا من با تو کلام کنم و تایید کنم تو را و بعد اینها برن قوم را قانع کنن که تسلیم بشن. الله تعالی میگه متقیان تورات در وقت نزول تورات چنین حالی داشتن، اینها کجا میتونن مشعل دار هدایت بشن که به موسی گفت لن نؤمن لک حتی نری الله جهرة، زمان تو را قبول داری که خدا را عیانا ببینی. فاخذتهم الصاعقه، اون نخبگان را صاعقه گرفت، مردن. با حضرت موسی التماس کرد ما زنده کردیم. بله این قرآن هدی للمتقینه. بله تا الان بر این اساسنامه، بر این قانون اساسی کسی عمل کرده درست شده؟ میگه بله. آنهایی را که این قرآن تربیت کرده است چنان متقی شدند که یؤمنون بالغیب، اونها ایمان بالغیب دارند، همه چیز را نادیده قبول دارند. جناب حضرت علی رضی الله تعالی عنه میگه اگر خدا همه حجاب ها را بردارد و قیامت را جلوی چشم من بیارد، بر ایمان من چیزی افزون نمیشه، چرا همه چیز را من بدون دیدن قبول دارم. بله قرآن متقی که درست کرده با متقی تورات خیلی فرق دارد. توراتی صدای رب العالمین را شنید و گفت لن نؤمن لک حتی نری الله جهرة. قرآن میگه متقیانی را که من ساختم اونها یؤمنون بالغیب هستند. متقیانی را که تورات و منزل الیه تورات تربیت داد به آنها گفته شد که ودخلوا الباب سجدا. وقتی وارد بیت المقدس شدی در حال انحناء راس یا به در مسجد که رسیدی کفش بکشید و سجده کنید، اول نماز بخوانید
بعد برید نان و برنج بخورید. اینها وقتی رسیدن به دروازه شهر یا به دروازه بیت المقدس، به جای این که خدا گفته بود که وادخلوا الباب سجدا و قولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، اینا که وارد شدن فبدل الذين ظلموا قولا غیر الذي قیل لهم، به جای حطة فی شارة گندم و جو باشد، نانی که از جو و گندم درست باشد، به جای اینها را که خدا گفت شما بگید حطة، اونها گفت حطة. وقتی قرآن گفت وادخلوا الباب سجدا، در حال سجده وارد بشید، اینها روی سینه را زدن بالا و روی دبر رفتن، برعکس کردن. فبدل الذين ظلموا قولا غیر الذي قیل لهم. بله قرآن چنان متقیان ساخته والذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة، اونها اقام نماز میکنن، یعنی نماز را با تمام حقوقش ادا میکنن. من جمله حقوق که نماز دارد جماعت هست. تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا. متقیانی را قرآن درست کرده، آنها در حال رکوع و سجده و عبادت شبها را سپری میکنند، روزها را سپری میکنند. به باغز آنها، به متقیان قرآن خدا میگه و دشمن متقیان قرآن، شاگردان قرآن، تربیت یافتگان قرآن، برو چشم باز کو ببین در مسجد النبی چه تماشاییه. امروز که 1400 و اند سال گذشته، به خدا قسم وقتی انسان قدم در مسجد النبی میگذارد میبیند یا رکوع است و یا سجده است و یا تلاوت است و یا ذکر است، نه دهل است و نه سرنا است. دیگه بارگاه ها انسان میره یک عده شروع کرده خود را میزنه. این اتخذوا دینهم لهوا و لعبا، دین اینها وازی تماشا. در این سجده ها، در این عبادت ها طالب رضای خدا هستند. دین خاطر رکوع سجده طویل و عریض نمی کنند که پیغمبر علیه السلام به آنها پستی بدهد، به آنها مقامی بدهد. به خاطر پست و مقام، به خاطر اینکه پیغمبر اینها را نگاه کند و تحسین بکند، بریک الله بگه بریک الله بریک الله بریک الله، نه، یبتغون فضلا من الله و رضوانه. اینها برای یک بریک الله نماز نمیخوانند. یقیمون الصلاة، و چنان صحابه نماز میخواندند قرآن آنها را ساخته بود که در حال نماز آنها محو بیهوش میشدند. بله این کتاب، این قانون اساس نامه مصداق هم دارد، متقی درست کرده. ایمان بالغیب، از پیغمبر جنتی نمیخواهند، جهنمی نمیخواهند، به پیغمبر نمیگویند که خدا را به ما نشان بده قبول کنی. اون توراتیه. توراتی را گفت یک سجده کن روی دبر را گفت هنتتون، بگو اون گو هنتتون. تورات میتواند رهبری کند. تورات اون زمانی که نازل شد این شاگردان تورات بودن، اینها میتونن مشعلدار هدایت برای جهان بشن. بله قرآن متقی میسازد اینها مشعلدار برای جهان باشد. توراتی ها را قرآن عظیم و شان گفت، روی سخن با توراتی ها یهودی ها، که انفقوا مما رزقکم الله، یا گفت اقرضوا الله قرضا حسنا. این توراتی ها گفت ان الله فقیر و نحن اغنیا، خدا درویش و فقیر شده، ما غنیم، خدا ما را میگه بیای من قرض بدی. عجیبه، زدن قهقهی خندیدن. وقتی قرآن آمد گفت که انفقوا مما رزقکم الله، یا من یقرض الله قرضا حسنا در تورات، یا اقرض الله قرضا حسنا. اون بیمان ها گفتن ان الله فقیر و نحن اغنیا، خدا محتاج شده از ما قرض میخواد، خدا محتاج شده ما را میگه قرض بدید، من سود میدم. لیکن وقتی به قرآن و تالیان قرآن گفته شد و به حاملان این هدایت نامه و اساس نامه گفته شد مال، یکی رفت و کل مال آورد.
دیگری رفت و نصف مال آورد. کارگر مستمن آنچه که داشت مشت کرد و آورد. سرمایه‌دار چنان پر کرد و آورد که شانهش میخواست تحمل نکنه و چنان تا جایی بی انفاق فی سبیل الله اینها قدم گذاشتن که و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، خودشان گرسنه دیگران را ترجیح دادند. این خاطر الله تعالی فرمود قرآن متقیان درست کرده و مما رزقناهم ينفقون، از آنچه که ما به اینها رزق دادیم که بخوری، این از همین خوردنی خود انفاق میکنه. و رزق اون چیز میگن که انسان برای خوردن میده. الله تعالی میگه من از آنچه که اینها را برای خوردن دادم همین خوردنی ها را خرج میکنم، بخشی را از این خوردنی ها خرج میکنم. این صفات شاگردان این هدایت نامه هست، این اساس نامه و این قانون اساسی. بله این قانون اساسی اجرا شده در دنیا، چنین انسانهایی را درست کرده، با این صفات دارن دنیا را دعوت میدن، در آنها ایمان بالغیب هست. حتی رسول علیه السلام تعریف کرد، در یک روایت آمده که یؤمنون بالغیب برای اون امت است که حتی پیغمبر را هم ندیدند و قبول دارند. شما پیغمبر را دیدید، ایمان شما نسبت به خود پیغمبر ایمان بالغیب است، لیکن ایمان ابوبکر صدیق به پیغمبر ایمان بالغیب نبود. او دید، او با چشم میدید، با گوش سخن پیغمبر را میشنید، با دست لمس میکرد پیغمبر. لیکن ایمان این امت در حال حاضر نسبت به پیغمبر هم ایمان بالغیب است. پیغمبر را ندیدید. یک پیری بود و مریدهایی داشت، مرشدی بود مریدهایی داشت. یک روزی یک مرید گفت حضرت اگر شما ادعای نبوت کنید این مریدها هم میپذیرند. فکر کرد که این مریدها از این مرشد خیلی اطاعت میکنند. گفت این حرف را که زده ای 2 مرتبه از دهن در نیاری. او واقعا اهل اللهی بود، بنده ای بود خدا شناس. فصل زمستان، سرمای خراسان چقدر شدیده و قنات که آب میآید از آن جایی که آب از قنات میآید بیرون هم عموما فاصله هم دارد، جوی میآید از جایی که از چاها در میآید. از اونجا بعد از نماز خفتن گفت این سطل بردار و برو جایی که آب از قنات میآید بیرون، از اونجا آب کنو بیار برای من. مرید و حضرت امشب سردی فوق العاده است، این سطلا که من تا آنجا ببرم و باز به دست بگیرم و بیارم تا اینجا دست من از بین میره. شما عنایت کن حالا آخر آب کسی نیست، من از این نزدیک برمیدارم. گفت نه پس بگذار سطل. کسی دیگر را گفت. شبی دیگر بعد از نماز خفتن این سطل آب کنو برو از همون جایی که آب بیرون میاد برای من آب کنو بیار. اونم لیتو لاللهی کرد و نشد. شب دیگر کسی دیگر دید که این مرشد این 3 شبه به هر یکی از این مریدهای فداکار دستور میدهد که برو از جایی که آب بیرون میآید آب بردار و برای من بیار. این لیتو لعله میکنه. تو یکی احمقی کرد و گفت اگر شما ادعای رسالت و نبوت کنید مرید هم میپذیره، همه دنیا میپذیره. و آخر یک مریدی رفت و اونجا رفت تا بنده خدای لباس کشیده و از آنجایی که آب میاد بیرون دارد غسل میکنه.
بسیار تعجب کرد. برف و باران، لباس کشیده، جایی که آب از قنات میاد بیرون داره خود را میشویه. برگشت و آمد و بسیار تعجب کرد. شاید این اهل الله میخواست اینها را تفهیم بکنه. گفت عجیبه، ما که برای آوردن یک سطل آب اینقدر ناراحت شدیم. حضرت کسی را دیدی که آنجا داشت غسل میکرد؟ رفتیم که ما مستضعف بودیم و قنات بود و در ابتدای جوانی هم گاگاهی میرفتیم اونجا آب گرد میانداختیم خود را بیرون میشدیم. و در این عصر ما شنیدیم که مسلمانان و مجاهدین در افغانستان از زیر یخ آب برداشتند و وضو گرفتند. یک مجاهدی عشق کرد و رفت دید تا اینها بالا همه دنیا یخ بنده، بالای جو هم یخ بسته است، آب زده بالا از پایین شده یخ بسته، از زیر یخ آب راه میره و اینها با یک بلای این یخ شکستن و یک سوراخ درست کردن از بنده آب بر میدارن و وضو میکنن. حیران شد. ما این شنیدیم ندیدیم که مجاهدین از زیر یخ آب برداشتند و جهاد کردن. پس این امت محمد صلی الله علیه وسلم، این همونه که قرآن اینها را درست کرده، هدی للمتقین. وقتی برگشت گفت کی اون انسان را وادار کرده بود که تو برو در این سرمای شدید لباس بکش یا با شورتی یا بدون شورت توی آب بیست؟ کی او را دستور داده بود؟ 1400 سال هم گذشته. اطاعت از پیغمبر کار آسانی نیست عزیز من. او یک مسلمانی بوده که 1400 سال قبل پیغمبر گفته کسی که ضرورت جنابت براش پیش آمد او باید غسل کنه، نماز بخوانه، غسل کنه، قرآن بخوانه، غسل کنه، توی مسجد بره. بدون غسل در مسجد نمیتونه بره، بدون غسل نمیتونه قرآن بخوانه، بدون غسل نمیتونه نماز بخوانه. او شنیده است، ندیده پیغمبر را. امروز اون شنیدن پیغمبر را وادار کرده است که لباس بکشه و در سرمای سخت و شدید چند درجه زیر صفر توی آب بره که بدون غسل نه من قرآن میتونم تلاوت کنم، نه در مسجد میتونم داخل بشم، نه نماز میتونم بخوانم. او را نه ماموری وادار کرده، نه ارتشی وادار کرده، نه فشاری وادار کرده، اون ایمان به رسول وادار کرده است که پیغمبر گفته بدون غسل این کارها نمیشن. لحاظا اطاعت پیغمبر کار آسانی نیست. تا 3 شبانه روز شما برای یک سطل آبی لیتا و لالا کردی، امروز گفتی حضرت اگر شما اظهار نبوت کنی لحاظا مطاع میشی. همین سروران گرامی اطاعت از پیغمبر متقین می کنند و برای متقین آسان است، کار آسانی نیست. پس اونهایی که متقی هستند یؤمنون بالغیب، به رسالت پیغمبر، به گفته‌های پیغمبر، به ارشادات پیغمبر بدون دیدن ایمان دارند. رسول پاک صلی الله علیه و سلم این امتهای آخر را تعریف کرد، گفت برادر من، خدا برادران من را مغفرت کن. صحابه ما برادرت نیستیم؟ گفت نه شما صحابه منی، برادران من اونهان که بعد من میان و ایمانشون بالغیب، حتی به رسول هم ایمان بالغیب دارن. بله امروز مسلمان هایی هستند و مسلمان هایی که من به عنوان نمونه حکایت کردم، به خاطر یک گفته پیغمبر در اون سرمای شدید لباس میکشه و میره توی آب. یک بنده خدای دیگری بود، بیشتر آب سرد وضو میگیرید. گفت چیه؟ گفتن شنیده بود، حالا روایت چه اندازه صحت و سقم دارد که قیامت میگن پهلوان کیه؟ فقط شنیده بود. گفت پهلوان کسی که با آب سرد وضو میگیرد.
او بیشتر با آب سرد وضو میگیره که جز پهلوانان حساب بشه، اما مطابق اعتقاد خودش بنده خدا مغفرتش کنه. این اعتقاد را داشت. بله سروران گرامی، اینها هستن متقی که یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. اینجا یک اشکال مولایی ذالک اسم اشاره برای بعیده، ذا برای نزدیکه، ذا برای متوسطه، ذالک برای بعیده. کتاب که نزدیک بود بعید نبود، چطور گفت ذالک الکتاب؟ بعد اینجا گفته شده است بود دو نوع بود داریم، یک بود مکانی، یک بود رتبی. از نظر به اصطلاح مکان و زمان قرآن همینجا بود، لیکن از نظر رتبه از لوح محفوظ دارد. به این خاطر قرآن به اشاره به بود رتبی کرد که اون کتابی که از لوح محفوظ آمده است لا ریب فیه، شکی نیست در آن که در این کتاب از جانب رب العالمین هست. مرتاب که زیاد دارد، قرآن نمیگه شک کننده نیست، قرآن میگه ریبی در این کتاب نیست که جای دیگه تفسیر کرده که از جانب رب العالمین است. به اشاره بود رتبی شده است. یا اینکه در تورات و انجیل و زبور اوصاف قرآن و تالیان قرآن و پیغمبر اسلام بود. اشاره کرده توراتی ها و انجیلی ها و زبوری ها همون کتابی که اوصافش در تورات و انجیل هست، همین اون کتاب اینه. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. او متقین درست میگه، برای متقین هدایتیه. اینجا تحصیل حاصل است. اشکال علم الله اونا که متقیان، خب متقیان قرآن چطور اینها را هدایت میکنه؟ تحصیل حاصله. به این خاطر مفسرین معنا میکنند که از متقین مراد خائفین و منیبین، آنهایی که از خدا خوف دارند و انابت هدایت دارند، قرآن آنها را رهبری میکنه. اونایی که انابت ندارند، در کلاس درس قرآن نمیان، در محضر قرآن نمیان، قرآن استماع نمیکنن، لا تسمعوا لهذا القرآن تصویب میکنن، قرآن برای اینها هیچ هدایتی نیست. لہذا المتقین بمعنی الخائفین و منیبین، و همین خاطر جلال الدین سیوطی معنی کرده السائرین الی التقوی، اونهایی که به طرف تقوا انابت دارند و حرکت دارند، قرآن آنها را کاملا رهبری بود. لیکن آنهایی که به کلاس درس قرآن نمیان، بلکه هم تصویب میکنن که لا تسمعوا لهذا القرآن، و اگر کسی آمد دم در دعوت به قرآن داد و قرآن خوان والغوا فیه میگن، برای آنها قرآن هیچ سودی نداره. قرآن برای انابت کنندگان هدایت، آنهایی که انابت دارند، آنهایی که خائفند و در تلاش هدایت حرکت میکنند. از این متقین مراد اونهایی که السائرین الی التقوی، به طرف تقوا قدم برمیدارند، انابت میکنند. قرآن در آنها و حقا همینطوره. کسی که سر کلاس قرآن نیاید، قرآن اونجا کجا اونا هدایت میکنه؟ صفات متقین بیان شد. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قرآن عظیم الشان دو مخاطب داشت، امیین و بعد اهل کتاب. امیین اهل مکه بودند، قبل از هجرت قرآن با آنها جر و بحثی داشت و بر اعتقاد آنها قرآن حرف زد. باز مخاطب دوم بعد از هجرت اهل کتاب بودند، علماء یهود، نصارا، این درویشای کلان مفتیان عظام تورات و درویشان کله بلند تورات، اینها بودن اهل کتاب. روی سخن با آنها شد. بعضی ها میگن این سوس مال امیین هست، یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. اونهایی که اهل کتاب بودن، دو صفت بعدی برای آنها است.
که والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرة هم یوقنون. الله تعالی مؤمنین اهل کتاب را صفت کرد که آنهایی هستند که ایمان به ما انزل الیک دارند، کتابی که به جانب شما نازل شده او را هم قبول دارند، کتابی که قبل از شما نازل شده اونها را هم قبول دارند. و استثناء کرد و خصوصا به دار آخرت یقین دارند. اکثر یهودیان بی ایمانی ها خرافاتی شده بودند. یکی عزیر را بین خود و خدا نماینده کرده بود و حساب و کتاب ما با عزیر، و یکی عیسی ابن مریم. اون بدبخت ها ایمانی به آخرت نداشت. اونها نماینده خدا در آخرت حضرت عزیر علیه السلام و حضرت عیسی ابن مریم را معرفی کرده بودند. الله تعالی فرمود نه، اونهایی که ایمان دارند از مخاطبین قرآن و اهل کتابن، اونها به آخرت ایمان دارند که حساب و کتاب و برنامه آخرت در قبضه قدرت الله سبحانه و تعالی است. خدا به هیچ نبی و ولی حساب و کتاب آخرت را پرداخت نکرده که مفهوم مالک یوم الدین اوصاف ویژه هم و بعض که میگن نه، این اوصاف خمسه هم مال امیینن و هم مال اهل کتاب. اهل کتاب هم یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون داشتند و امیین هم اون صفات را داشتند. و امیین هم یؤمنون بما انزل الیک هستند و ما انزل من قبلک. اینجا هم به ختم نبوت اشاره شد که بعد از این ما انزل الیک دیگه کتابی نیست. اگر دیگه کتابی میبود صحائف سجادیه و فاطمیه و اینها هم وحی الهی میبودن، حتما خدا تعریف کرد که اینو متقینی که قرآن آنها را متقی کرده، اونها یؤمنون بما انزل الیک، یؤمنون بما انزل من قبله و یؤمنون بما انزل من بعدک. چون بعد از پیغمبر هیچ صحیفه‌ای بر هیچ امامی و بر هیچ ولی نازل نشده و رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت است و دروازه وحی الهی از لوح محفوظ بسته شده است. ایمان به ما انزل الیک هست، ایمان به ما انزل من بعدک هست، ایمان به ما انزل من قبلک هست، نه من بعدک. هیچ جای در قرآن آمده است. هر جا در قرآن آمده است قرآن بیان کرده هم ایمان به ما انزل الیک و هم ایمان به ما انزل من قبلک، من بعدک نیست. هر جا قرآن همین تشریح اینا بیان میشه. کل آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و ائمته که نیست. بله، اگر وحی بر ائمه می آمد، وحی به ما انزل الی الائمه هم لازم بود که ما باید ایمان می آوردیم. الله تعالی فرمود اونهایی که ایمان دارن به ما انزل الیک و ایمان دارن به آنچه نازل کرده شده قبل از شما، تورات، انجیل، زبور و صحائف ابراهیم و دیگر انبیاء علیهم السلام، و بالآخرت صیغه صفت است. غلام احمد قادیانی مدعی شد که بالآخرت صیغه صفت است، موصوفش نبوت است. چیه؟ موصوفش نبوت است. و بالنبوت الاخرت یوقنون. من لحاظ آخری نبیه. اون دجال کسی نگفته که القرآن یفسر بعضه بعضا. دا الاخرت صفته، الله تعالی برای این صفت موصوف ذکر کرده در قرآن. تلک الدار الاخرت نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. گفت اینجا موصوف محذوفه به دار الاخرت. یا اون نامش بود غلام احمد. در اونجا یاتی من بعد اسمه احمد
گفت که غلام را حذف کنید، احمد منم، مضاف غلام احمد. یکی که نامش غلام الله بود گفت غلام الله، غلامش را حذف کنید، من میشوم الله، منم الله، من تو را نبی لعنتی محبوس نکرد. یا عطا الله، من عطا الله هستم، عطای من را حذف کنید، من میشم الله، من این احمق را نبی نکردم. حالا سروران گرامی، دار صفت موصوفش را خدا در قرآن ذکر کرده، تلک الدار الاخرة نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض. پس اینجا به دار الاخرت هست، نه به نبوت الاخرت. اینها یقین دار. فهمیدید یا نه؟ یه جای دیگر فرموده ان الدار الاخرت لهی الحیوان، دار آخرت این دار جاودانیه. پس آخرت صیغه صفت است، غلبه بر این پیدا کرده است علمیت و اسمیت. حالا اسم آخرت شده، اسم این جهان دنیا شده. این دنیا است که دنی و پسته، او آخره که بعد از این دنیا می آید. او آخره دیگه، این دنیا تمامه، او آخره دیگه، آخری نداره، آخره. اینها یقین دارن. خب ثمره اینها چیه؟ نتیجه اینها چیه؟ اولئک اسم اشاره هست، اشاره به طرف ذات و صفات. اون ذواتی که این صفات خمسه در آنها هست، ایمان بالغیب دارن، ایمان بالغیب به خدا، ایمان بالغیب به آخرت، ایمان بالغیب به رسالت، ایمان بالغیب به قرآن. هیچ بلاهی نآمده ما قرآن کتاب خدا قبول داریم و محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا. اینا همه ایمان بالغیب. فهمیدی یا نه؟ پس اولئک اسم اشاره به طرف ذات و صفات. ذواتی که این صفات را دارن در دنیا علی هدی من ربهم، سوار هدایت هست و هدایت مرکوب اینهاست. قرآن اشاره می کند اینها مسلط بر هدایتند. آنهایی که ایمان بالغیب دارن، اقامه نماز می کنن و مما رزقناهم ينفقون می کنن، ایمان به ما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرة هم یوقنون هستند. اینها سوار هدایتند، هدایت مرکوب اینهاست، یعنی مسلط بر هدایتند. اولئک ثمره دنیا علی هدی من ربهم، اینها واقعا هدایت را دریافتند. اینها به اون چیزی که از خدا مسئلت کردن، اونها اون چیز را به دست آوردن و بر آن مسلط هم هستند. علا برای استعلاء هست، یا سوار هدایتند و هدایت مرکوب اینهاست. خب آخرت چیه؟ و اولئک هم المفلحون، اینها کامیاب الکامل فی الفلاح اینا هست. اولئک هم المفلحون، اولئک علی هدی من ربهم. ثمره دنیا اینها بر هدایتن، ثمره آخرت اولئک هم المفلحون الکاملون. اینجا نوشته این رد معتزله است. معتزله میگه کسی اگر گناه کرد او جهنمیه برای همیشه، مجرم را، گناهگار را جهنمی میدانند و دلیل میگیرند که بله کسانی که ایمان دارند و این صفات عملی را دارند و نماز یک صفت عملیه و مما رزقناهم انفاق یک صفت عملیه، ایمان به ما انزل الیک و ما انزل من قبلک هم صفتی هم ایمانی هست و هم عملیه. ما انزل من قبلک نماز و روزه و حج و جهاد هم دارد و ما انزل من قبلک هم این چیزها را دارد. به این خاطر اینجا ما میگیم که کسانی که این صفات را دارند رستگاران کامل و درجه یک هست. لیکن گناهگار اگر بر اثر گناهش رفت توی جهنم، بعد خدا به خاطر ایمان او را از جهنم اخراج میکنه.
او خالد فی النار نیست. لام المفلحون برای کمال است، یعنی در کمال رستگاری کسانی که این صفات را دارند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. چرا ایمان نمیارن؟ زیر ختم الله دلیل لا یؤمنون نوشته. به این خاطر ایمان نمیارن که بر اثر عناد آنها بر قلب آنها مهر خورده شده است و بر گوش آنها مهر زده خدا بر دل آنها و بر گوش آنها و بر چشمهای آنها پرده‌های معنوی عظیمی هست. پرده‌های ظاهری نیست، پرده‌های بسیار کلفت و معنوی هست و ثمره اینها لهم عذاب عظیم هست. این قبلا هم بحث کردیم که الله تعالی دل برای درک داده، چشم برای دیدن، گوش برای شنیدن. وقتی این چشم و گوش را برای استماع حق کسی استعمال نکند، عناد کند و حق را رد کند، الله تعالی صلاحیت چشم و گوش و دماغ را میگیرد و این صلاحیت در اصل علت مال خود آنهاست. چون همه چیز به مشیت خدا انجام میگیرد و اراده، الله تعالی تعبیر میکند همین سلب صلاحیت را از مهر. از مهر هم تعبیرش میکنه ختم و از طبع که معنی ختم و طبع یکیه. طبع الله علی قلوبهم یا ختم الله علی قلوبهم. این چون اول زنگهایی که در دل آنها هست و دوم عنادی که آنها به خرج میدن، او سبب می شود که اینها صلاحیت را از دست بدن. این سلب صلاحیت را قرآن عظیم الشان تعبیر از ختم و از طبع می کند. اینجا فرمود که اینا ایمان نمیارن. چرا؟ برای ایمان شرط بود که انسان قلب خود را و چشم و گوش خود را متوجه کند. اینها با زبان گفتن لا تسمعوا لهذا القرآن واستغشوا ثيابهم جعلوا اصابعهم في آذانهم. پس اینها چطور؟ و بسیاری از کفار مکه همینطور بودن. تا پیغمبر را یا صحابه را میدیدن فرار میکردن. اذا ذکرت ربک فی القرآن وحده والله علی ادبارهم نفورا. اگر شما تذکره خدا را در قرآن عظیم و شان تنها میکنید، این کفار نفرت میکنند و به شما پشت میکنند و میرند. این خاطر سلب صلاحیت را الله تعالی از مهر تعبیر میکنه. این ظلمی نیست که از خدا شده است. اونها خودشان صلاحیت را اعمال نکردن. مثال عرض کردم، بزرگان عرض کردن که اگر یک دکتر دلسوزی مرض شخصی را تشخیص بده و برایش هم نسخه علاج داشته باشد، لیکن اون مریضیش را تشخیص نمیده و برعکس دکتر را دیوانه و مجنون و کاذب و مفتری بگه، خب آخر این مرض او را از پا در میارد. حالا که از پا در آمده، الان نیت میشه دکتر میگه کدوم قسمت بدن تو سالمه؟ اول یک دست تو مریض بود، من میتونستم این دست را علاج کنم، پیش اون مرض را بگیرم از قسمت دیگر. حالا در تمام بدن تو این مرض سرایت کرده و هیچ قسمت بدن تو صلاحیت نداره. پس گناه از آن دکتر نبود، از آن مریضه. انبیاء علیهم السلام نسخه هدایت را، نسخه توحید را، نسخه رسالت را، نسخه تقوا را، نسخه خداپرستی را عرضه کردند و آنها گفتند ما هیچ مرضی نداریم، نه کفر، نه عارض کفر با ما هست، نه عارض شرک با ما هست. این عوارضی که شما برای ما تشخیص میدید، در تشخیص عوارض نعوذ بالله شما کذابی، شما ساحر و کاهنی، پیغمبر را و دعوت او را رد کردن. خب این عارض کفر و شرک و اهانت پیغمبر و انکار قیامت صلاحیت بدن اینها را از اینها گرفت.
با من وقتی مردن در حال کفر و شرک حالا هیچ سودی برای آنها. این خاطر الله سبحانه و تعالی در نتیجه چون همه چیز به مشیت خدا هست این مهر را و این تب را به خودش نسبت میده. اینا ایمان نمیارن. چرا؟ که صلاحیت قلب را از دست دادن. اینجا گفت ختم الله علی قلوبهم و علی ابصارهم، ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوة. اون جمله را جدا کرد. ببینید گوش از هر طرف میشنود، دل هم از هر جهت درک میکنه. رخ مشخصی برای شنیدن گوش نیست. از مساوی هم میشنود، از راست، از چپ، از پشت، از بالا، از پایین. گوش از هر جهت میشنود. قلب هم از هر جهت درک میکنه. گوشی که به میشنود از پشت، این قلب هم از این پشت تشخیص میده. گوشی که از جلو میشنود، این قلب از همین جلو تشخیص میده. از راست و چپ هاکذا، از بالا و پایین هاکذا. گوش از هر جهت میشنود، قلب هم از هر جهت درک میکند. الله تعالی تعبیر از خط میکرد که مهر زده بر اینها که از هیچ جهتی الان درک ندارد و از هیچ جهتی سماع ندارد. و آنجا نوبت به ابصار آمد، فقط گفت و علی ابصارهم غشاوة، چون چشم فقط از جلو مساوی میبیند. چشمی که راست نگاه میکند به جلو نگاه میکند راست نمیبیند، چپ نمیبیند. همچنین پشت سر و بالای سر و زیر پا هم نمیبیند. دید از یک طرفه. الله تعالی گفت بر ابصار اینها غشاوة است، پرده های معنوی از جلو اینها قرار گرفته. خب از چهار جهت کی نیست. این گفت و علی ابصارهم غشاوة، جدا کرد. اون دوتا را زیر ختم بود که صلاحیت گوش اینها از هر جهت گرفته شده، صلاحیت دل اینها هم از هر جهت گرفته شده است بر اثر ضد و عناد. خب در دنیا اینها لهم قلوب لا یفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم اعین لا یبصرون بها. اینجا هم از این قلب شروع کرد. چرا؟ بسا انسان نه گوش شنوا دارن و نه چشم دارن. بعضی ها چشم دارن، چشم ندارن، گوش دارن. خیلی میتونم بخوانم، حافظ میتونم بخوانم، بلکه مولوی چیره دست هم میتونم بشم. فقط گوش دارن، چشم ندارن، عقل هم دارن. بسا انسانن که نه چشم دارن و نه از گوشی دارن. هر دو این قوة از آنها گرفته، لیکن قوت دراکه اینها زیاد. قوت دراکه اینها زیاده که آنها با عقل بسیاری چیزها را تشخیص میدن. گاهی چشم نمی بیند، گوش هم نمی شنود، لیکن کسی می آید با دستش میگی، او میره به دنبالش. نه گوش او چیزی شنید نه چشم او دید، فقط اشاره شد، او بسیاری چیزها را تشخیص میده. حالا در یک تاریکی شب نه چشم میبیند نه گوش میشنود، لیکن دست لمس میکند، طرف بسیاری چیزها را احساس میکند. الله تعالی میگه گاهی نه چشم است نه گوش است نه زبانه، عقل بسیاری چیزها را تشخیص میده. الله تعالی میگه اینها اولین قوه تشخیص اینها از اینها گرفته شده. حالا گوش اینها، چشم اینها کار نمیکنه صحیح، زبان اینها کار نمیکنه، چون قلب اساس، مرکز، محور، مدیر، مدبر، این دیگران همه نوکرند.
دست خدمتگار قلبه، گوش، چشم، زبان، پا، همه اعضای جوارح بدن انسان خادم قلبن. قلب چی میخواهد؟ وقتی قلب را الله تعالی مهر زده، حالا نه دست او صحیح حرکت میکند، نه پا، نه چشم، نه گوش، نه هیچ چیزی. صلاحیت رئیس اعضا گرفته شده. و بله پیغمبر علیه السلام فرمود که در بدن انسان مضغتن، اگر او صالح باشد تمام جسد صالح است و اگر او فاسد باشد او تمام بدن فاسده. این قلب که صلاحیت را از دست میده، چشم صحیح کار نمی کند، دست صحیح کار نمی کند، دست خیانت می کند، چشم خیانت می کند، گوش خیانت می کند، زبان خیانت می کند، لب خیانت می کند، پا خیانت می کند، دست خیانت می کند، چون قلب نادرست. این قلب خراب شده، همه اینها خیانت می کند. و اگر قلب سالم باشد همه اینها سالم. قلب صحیح باشد، سالم باشد، مدیر اصلی چشم غلط نگاه نمی کند، گوش غلط نمیشنود، دست غلط دراز نمیشه، پا هم غلط حرکت نمی کند. این خاطر الله تعالی اولین حالتی که از قلب گرفته شد شروع کرد از آنجا که این قلب صلاحیت را از دست داده. لهم قلوب لا یفقهون بها، لهم آذان لا یسمعون بها. دل دارن نمی فهمن، اونها نمی فهمن با این دل، لہذا سلب صلاحیت شده. اینها صلاحیت خود را از دست دادن. همون سلب صلاحیت را خدا چون مدیر و مدبر در تمام کارها هست به خودش نسبت داده. اینجا از تقصیر دان خدا نیست. و در حقیقت این دل صلاحیت را چرا از دست داده؟ بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. زنگه هایی که بر دل نشستند اینها صلاحیتشون. دل اول انکار میکند، با هر اغانت و انکار حق و نافرمانی نقطه سیاهی بر او میرسد. آخر که تمام قلب نقطه سیاه میخورد، پس دیگه از این قلب هیچ قسمتش سالم نمانده. الله تعالی به این خاطر آخرت آنها میگه ولهم ثمره اخروی آنها را بیان کرد که ولهم عذاب عظیم، برای اینها عذاب عظیم آماده است. خب بیان صفات فریق ثالث ضالین، اون مغضوب علیهم بود، این ضالین اونها کفارن. و دفع شبهه، شما گفتید اهل مکه انابت نکردند، هدایت نصیب آنها نشد، اناد کردند، فرار کردند، از مشعل هدایت دویدند، تا دیدن فرار کردند. لذا اونها این خاطر نزدیک قرآن نامده هدایت نشدن. حالا سائلی این سآلهای مقدری هستند که خوب ما بسیاری از شاگردان قرآن را دیده ایم که سر درس قرآن نشستن، با معلم قرآن همراه بودن، لیکن قرآن در آنها انقلاب هدایت را نه آورده، اونها هادی نشدن. تا 12 سال در مکتب مکی بوده است، در مکتب مدینه بوده است، ثبت نام هم کرده، لیکن قرآن در او انقلاب هدایت را نه آورده است. شما میگون آن نزدیک نامدن، فرار کرده. اذا ذکرت ربک فی القرآن ولوا علی ادبارهم، پورا کردن. لا تسمعوا لهذا القرآن گفتن، نشنیدن و نگذاشتن برای شنیدن. خب قرآن آنها را هدایت نکردن، آنها نامدن در مکتب قرآن ثبت نام نکردن. خب این ثبت نام کنندگان را چرا منقلب نکرد؟ اینها را انسانهای درست نکرد. عبدالله ابن سلول را درست نکرد و بسیاری دیگر از جد ابن قیس درست نکرد، فلان. اینها شاگردان این قرآن بودند. الله سبحانه و تعالی جواب اصلی را در و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الى شیاطینهم قالوا انا معکم میداد. لذا اینجا الله تعالی خلاصه کرد
که درست اینها در کلاس قرآن آمدن، ثبت نام هم کردن، لیکن هدف آنها گرفتن هدایت از قرآن نبود، بلکه هدف آنها در کلاس درس قرآن استهزاء و تمسخر بود که تالی قرآن را، خود قرآن را، معلم قرآن را اهانت کنند، رنج کنند، ایجاد مشکلات کنند برای کلاس قرآن، برای معلم قرآن، برای شاگردان و متعلمین قرآن. آنها نآمدند در کلاس که از هدایت قرآن مستفید بشن، آنها به این خاطر آمدند که معلم و متعلم و کلاس قرآن را مختل کنند، اختلال در او پیدا کنند. پس کسی که آمده است برای اختلال و برای فساد و اون معلم را و متعلمین را میگه احمقان، حرف اینها ارزش هیچ چیزی را ندارد، معلم را سفیه، متعلم را سفیه، هم کلاس را احمق، مفسد. اونها برای گرفتن هدایت نآمدن، اونها فقط آمدن که معلم و متعلمین و مکتب را به باد استهزا بگیرن و آنها به این خاطر آمدن که اون معلم را و اون متعلمین قرآن را منحرف کنن. برای انحراف معلمین و متعلمین اونها ثبت نام کرده بودن، ورنه اونها نآمدن که از این معلم عظیم و از متعلمین این قرآن و از خود قرآن هدایت بگیرن. بله، قرآن کسی را هدایت میدهد که او خود را به قرآن محتاج بداند، او خود را به تعلیم معلم، اعتقاد به تعلیم معلم داشته باشد. او بدون اعتقاد به تعلیم معلم آمده بود، فقط به خاطر فساد آمده بود. که اگر در مغازه و در مکتب قرآن نان خوبی گیر بیاید، اونجا شب چند روزی شکم خود را پر کند و در حقیقت کشف اطلاعات کند. این برای کشف اطلاعات ثبت نام کرده بود، نه برای درس و نه برای تعلیم، که اطلاعات حوزه را انتقال بده، حوزه قرآن را. او به خاطر این نامد که قرآن را هدایت کند. این مسئله را قرآن با دلائل بیان. و من الناس من یقول آمنا بالله، دعوای اصل یعنی توحید. بعضی از انسان ها کسان هستند که مدعی میشن که آمنا بالله، ما ایمان به الله آورده ایم. ایمان به الله یعنی ایمان به ما انزل الله، تمام آنچه را خدا نازل کرده ما همه را قبول داریم. و بالآخره و الیوم الاخر، خصوصا اصل دوم روز آخر. این معاده و اون مبدأ. ایمان بالله آورده یعنی ایمان به ما انزل الله آورده. ایمان به ذات خدا مراد نیست که ذات خدا را قبول داریم. ایمان بالله معنی ایمان به ما انزل الله، ایمان به حکم الله و الیوم الاخر و روز آخر که معاد هست. ما ایمان داریم و الله سبحانه و تعالی تردید کرد و ما هم بمؤمنین، یک ذره اینها ایمان ندارند. چرا؟ اینها اظهار کردن که ما ایمان آوردیم به دست محمد صلی الله علیه وسلم بالله و الیوم الاخر، لیکن این گفته برای تمسخر معلم است. خدا را و کسانی را که ایمان آوردند و در حقیقت اینا فریب نمیدهند مگر جانهای خود را، لیکن شعورش را هم ندارند. شبهی وارد میشه سروران گرامی که خود منافقین و کفار هیچ احدی در دنیا این اعتقاد را نداشته که من خدا را فریب میدم. پس چطور اینها خداوند متعال میگه یخادعون الله، با گفتن آمنا بالله و الیوم الاخر الله تعالی میگه اینها خدا را فریب میدن، الله را فریب میدن، حالانکه هیچ مشرک و کافری و هیچ ملحدی این اعتقاد را نداشته و ندارد که خدا را کسی فریب بده. هر که معتقد به ذات خدا بوده است اعتقاد فریب خدا را نداشته. پس قرآن چرا میگه یخادعون الله؟ این دو جواب داده ہیں. جواب اول اینه که اینجا یخادعون الله مراد یخادعون رسول الله است.
اینها با اظهار آمنا بالله و بالیوم الاخر میخوان رسول خدا را فریب بده. فریب رسول خدا فریب الله است. مثل که نماینده یک کشور را اگر کسی فریب بدهد، اون نمیگن که ایران را فریب داده و ایران نام کشوریه، لیکن نماینده ایران را اگر در سازمان ملل اهانت کنن میگه این اهانت ایران شده است. سفیر یک بادشاهی را کسی اهانت کند، اون اهانت اون بادشاه نشده، 100% شده. به این خاطر یخادعون الله را معنی کردن یخادعون رسول الله و جمع کثیر از مفسرین مضاف مقدر کردن و بعضی ها میگن که نه، یخادعون الله تفسیرش والذین آمنو هست. وای والذین آمنو تفسیریه. اینها فریب میدن خدا را یان مؤمنین را. چرا فریب مؤمنین را خدا فریب خودش میگه یا فریب رسول را فریب؟ رسول نماینده مستقیم خدا هست و مؤمنین به واسطه پیغمبر هم نمایندگی دین خدا را دارند. بین خاطر الله تعالی فرمود فریب المؤمنین فریب الله است. الله ولی الذین آمنو است. الله ولی مؤمنین است، دوست و کارساز مؤمنین است. فریب مؤمن فریب الله است. پس عطف تفسیریه. و اون طرف الله تعالی می فرماد در حقیقت فریب نمیدهند اینها مگر خویشتن را، لیکن شعور را هم ندارن که ما خود را فریب میدیم. چرا؟ که نتیجه خدا در دنیا فضیحت و در آخرت عقوبت. اینها شعور نتیجه را که آخرت به ما عذاب میرسد این شعور را ندارند. عدم فهم صحیح و نفی شعور حیوانی. ببین عقل، قرآن نگفت که و ما یعقلون، گفت و ما یشعرون. یعنی آنقدر اینها احمقند که اندازه یک حیوانی که شعور دارد، حیوان صاحبش میشناسه، نه؟ حیوان محل خدمت خود را میداند که در جلوی کدوم خانه و کدوم شخص من خدمت کرده و این حیوانات کاملا خدمتگزاران خود را میشناسند، به هر شکل و به هر لباسی بیان میشناسند. اینقدر تمیز دارند حیوانات. الله تعالی میفرماید اینها آنقدر صلاحیت را از دست دادن به خاطر اهانت پیغمبر و مؤمنین که اینها از همون شعور حیوانی هم افتاده اند. شعور حیوانی هم ندارد. حیوان عقل ندارد، شعور دارد. ندارد حیوان شعور؟ 100% شعور دارد. الله تعالی میگه اینا کاملا بی شعورند. قوای اینها از بین رفته که اینها تنها با زبان خواستند خدا را و مؤمنین را فریب بدهند. اینها کاملا بی شعورند. مگر اونها نمیدانند که الله تعالی پشتیبان مؤمنین است؟ الله ولی الذین آمنو هست، یخرجهم من الظلمات الی النور هست، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت هست. خب چرا اینها این دغابازی را میکنند؟ الله تعالی میگه فی قلوبهم مرض، در دل اینها مرض هست. این مرض در دل آنها قرار دارد و خدا این مرض آنها را فزادهم الله، برای اینها الله تعالی اضافه کرده مرض را. ولهم عذاب علیم، و ثمره آخرت آنها عذاب علیم هست. به مقابل دروغی که در طول تاریخ گفتن، به مقابل آنچه که اینها تکذیب کردن، دروغ گفتن که آمنا، در حقیقت آمنا نبود. کذبن ادعای ایمان دارند به خاطر این دروغ. ما مصدریه هست و جمله کانو یکذبون را به معنی مصدر میکنند. به خاطر تکذیبی که اینها در طول تاریخ کردند، الکی آمنا بالله و بالیوم الاخر گفتند، در حقیقت ایمان نداشتند. خب اینجا یک اعتراض که مرض در دل آنها چه مرضی؟ آیا مرض
حسی است، قلب آنها مریضه، یا مرض معنوی هست. بعضی هم میگن این مرض مراد مرض معنوی هست، یعنی نفاق، حسد، کینه، بغض، این چیزها را که در دل آنها بودن. مرض معنویه، کفر، شرک، نفاق، حسد، کینه، بغض، اینها که نسبت پیغمبر علیه السلام داشتن، الله تعالی فرمود که در دل اینها مرضه. پس نفرین کرد که خدا مرض اینها را بیشتر کنه. جمله دعاییه هست، فزادهم الله مرضا، خدا مرض اینها را بیشتر کنه. یا جمله خبریه، الله تعالی مرض اینها را روز افزون کرد. اینها حسد داشتن با پیغمبر. هر روز که پیغمبر یک فتح و فیروزی و یک پیشرفتی در دین پیدا می کردن، خب ترقی محسود حاسد را خودش به آتش می زنه و آخر این حسادت نتیجهش به چی می رسد؟ به قلب، او قلبی میشه. چون هر روز محسود به یک پیشرفتی دست می یابد، حاسد کینه دوز، حسد و کینش به اضافه میشه، لذا آخر از این حسد که یک مرض درونیه، یک مرض قلبیه، او را حاسد کرده، کینه دوز کرده، نتیجهش به مرض ظاهری میرسه که قلب صلاحیت خود را از دست میده و آخر پاره میشه، خونش کثیف میشه و از کار میفته. هم ظاهری میتونه بشه مرض و هم معنوی میتونه بشه، چون مرض حسد و کینه یا مرض کفر و شرک انسان را آخر از بین میبره، خصوصا حسد. پیغمبر علیه السلام فرمود الحسد کالصداع، حسد درون دل مثل زنگ بر آهن است. چطور به جان آهن وقت زنگ افتاد آخر هر چقدر کلفت باشه از بین میره، این حسد همین طوره، حاسد را از بین میبرد، محسود هیچی نمیشه. محسود هر ترقی داشته باشد حاسد خودش میسوزه. خلاصه این که اینها عیب خود را هنر میدانند. وقتی به آنها گفته می شود که شما فساد نکنید در زمین، آنها در جواب ناصحان میگن جز این نیست که ما این فقط اصلاح کننده. کلمه انما برای حصره. اینها ناصحین را در جواب ناصحین میگن انما نحن مصلحون، ما این فقط اصلاح کننده. مفهوم این کلام اینه که شما ناصح، شما مفسدید، ما این اصلاح کننده. اینقدر اینها صلاحیت خود را از دست داده که ناصحین را اینها مفسد میگن، لیکن نه به کلمه صحیح که بگن توی مفسد. اونها جمله‌ای به کار بردن که معنای این جمله اینه که فقط ما در دنیا مصلحیم، یعنی شما و همخطان شما و پیغمبر شما نعوذ بالله مفسدیم. وقتی میگیم ما این فقط اصلاح کننده، معنی اینه که دیگران دیگه هیچ اصلاحی ندارن. این سخنرانی سیاسی اینها کردن. بله، وقتی ناصحین بینها گفتن لا تفسدوا فی الارض، خب اینها چه کار میکردن که ناصحین اینها را میگفتن لا تفسدوا فی الارض، فساد نکنید؟ خب این گویندگان کی بودن؟ این گویندگان کی بودن؟ مفسر میگن که اینها مهاجرین و انصار، صحابه رسول الله مهاجر و انصار، دوتایی. انصار همونایی که قبلا به تورات و انجیل ایمان دارن. و بعضی میگه این ناصحین علمای اهل کتاب بودن که به اسلام مشرف شدن، گفتن از این کثافتکاری هایی که قبل از قرآن ما کردیم شما باز بیایید. اینها چه کار میکردن که ناصحین
صحابه گویندگان اینها وقتی به اینها گفته می شود لا تفسدوا فی الارض، فساد اینها چی بود که صحابه اینها را مانع می شدن؟ فسادی که برای صحابه مشخص می شد ارتباط با یهود و نصارا بود. اکثر منافقین یهودی بودن، عرب خیلی کم منافق شد. اهل مکه هیچ زمانی منافقت. چرا این منافق ها پیدا شدن؟ وقتی دیدن سیطره اسلام را، میدان بدر و احد وقتی گرم شد و احزاب، بعد از احزاب دیگه اونهایی که در مدینه منوره بودن و اونهایی که حول و حوش مدینه بودن، بعد از ضربه بنو قریظه و بنی نذیر، لحظه یهودی ها دیگه ناامید شدن که این محمد در حال مغلوبیت نیست، در حال ترقی و غلبه هست. لحظه برای بقای جان خود و مال خود و وطن خود اینها آمدند و اظهار آمنا بالله و بالیوم الاخر کردند. خب اینجا آمنا بالله اول روز هست. اول روز آمدن بسم الله الرحمن الرحیم آمنا بالله و بالیوم الاخر سبق گرفتن و سبق یاد کردیم لا اله الا الله محمد رسول الله محمد رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. سکته میکنه برای چی؟ که جان خود را، مال خود را، وطن خود را، خانه و کاشانه خود را حفظ کنند. و بعد وقتی از اینجا فرصتی خلاص میشد، اینها را در دکان کعب ابن اشرف میدیدن، اینها را در مجلس یهودی ها میدیدن. رابطه اینها برقرار بود با سردمداران یهود. صحابه گفتن بابا این دورنگی یعنی چه؟ در مجلس پیغمبر آمدید آمنا گفتید، حالا با دشمنان پیغمبر، با حاسدین پیغمبر، با کسانی که تصمیم جنگ با پیغمبر دارند، شما همراه و همکتارید، هم مجلسید در اون محله‌ای که دشمنان پیغمبران. در بنو قریظه و بنو نذیر شما دیده میشید، در مجلس های آنها شما شرکت کرده دیده میشید. این دورنگی فساد هست، این فساد را نکنید. آمنا بالله و بالیوم الاخر این به منزله شیر است. و ارتباط با دشمنان آمنا بالله و بالیوم الاخر نشست و برخاست به منزله ادراره. شما در یک ذره هم میخواهید شیر بگذارید و هم میخواهید ادرار بگذارید. ایمان منزله شیره و کفر به منزله ادراره. شیر را و ادرار را در یک ظرف قرار دادن مگه این فساد نیست؟ فساد به چی چیز میگه؟ فاسد کردنه. این آمنا شما را ارتباط با کفار فاسد میکنه، کفاری که حربی هن. صحابه بینها میگفتن لا تفسدوا فی الارض، آنها زیر لب با کلمه سیاسی که انما کلمه حصر جزئی نیست که ما این اصلاح کننده، یعنی تعریض کردن که مفسد شمایی. در مکه دو دستگی پیدا کردید، آمدید در مدینه حالا دو دستگی پیدا کردید، پدر را با پسر، پسر را با پدر. اصلاح ما میکنیم، هم میخوایم بین شما و ابو جهل ارتباط برقرار بشه، بین شما و ابو سفیان که در مکه سردردنگی دارد ارتباط برقرار بشه. ما در پی ارتباط را برقرار کردنیم. همین امروز سر مسلمان خوب نزد بوشکیه که شکلش مثل بوش باشد، مرامش مثل بوش باشد، سر سفره مسلمان شراب باشد، گوشت خوک باشد، رقص زن و مرد در یک مجلس باشد، در یک تالار،
در یک دانشگاه زن با مرد متصل بره بشینه، بله باشن مسلمان. این نظام را خدا قبول نداد. صحابه این اختلاط بین کفر و ایمان که آنها در پی بودن که منافقها در همین فکر بودن که پیغمبر و صحابه را وادار میکردن که شما باید سازش کنید، جهان با تو نمی سازه، تو با جهان می ساز. و خدا به پیغمبر گفته بود از این کفار فاصله بگی، یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الکافرین والمنافقین. حرف کافرها و منافقین را درباره این که شما مقدار کفار را تایید بکنید و کفار شما را حق ندارید. ایمان معنیش اینه نخلا و نترک من یفترو. مؤمن باید از کافر فاصله بگیره. کفر کافر را در دنیا یک شی نجس معرفی بکنه. این نیست که سکوت کنه به قول سبک ابلیس عیسی به دین خود و موسی به دین خود. ما این سبک را نداریم، ما این سبک را داریم که شما دعوت و تبلیغ کنید به طرف خدا. قم فانذر و ربک فکبر و ثیابک فطهر. و بعد هم که دستور جهاد آمد، جهاد معنیش چیه؟ با کفر سازش نکن. آیین و قوانین کفار را شما باید نابود کنید. کافر بی حجابی میخواد، شما حجاب بگید. کافر بی نمازی میخواد، شما بگید نماز. کافر کجا میخواد که اینو موقع عصر که ازدحام کاروبار شما برین نماز بخوانید؟ هر روز یک حکم از احکام خدا را این کافرها کنار میزنه، میگه حالا صلاحیت عمل ندارد. این دو رنگی را منافقها داشتن و میخواستن از منافقها که اینها ارتباط برقرار کنند. صحابه اینها را میگفتن لا تفسدوا فی الارض. اینها جرأت نداشتن که صحابه را بگن که شما این مفسد. گفتن انما نحن مسلمون، ما این فقط اصلاح کننده. نعوذ بالله تعریض کردن که شما مفسدید، شما فسادکاری. دویی در مکه درست کردید، آمدید اینجا مدینه حالا دویی درست کردید. دویی نبود، هر که ایمان می آورد خانواده باش مخالف بود، شوهر ایمان می آورد، زن مخالف بود، زن ایمان می آورد، شوهر مخالف بود، فرزند ایمان می آورد، پدر و مادر مخالف بودن. نیست؟ لذا ایمان را آنها فساد گفتند، اهل ایمان را مفسد گفتند. قرآن آمد، الله تعالی بی نیاز هست. الله تعالی از حامیان خودش و از حامیان دینش همیشه حمایت کرده. الله تعالی تعریض آنها را جواب داد. الا انهم هم السفهاء. الا کلمه تنبیه است، توجه. انهم هم السفهاء، بدون شک و شبهه، ببخشید بدون شک و شبهه همینها مفسدان درجه یکند. آنها تعریضاً با جمله که جمله اسمیت آنها خبر را معرب بلام نکردن، فقط گفتن انما، با کلمه انما حذف کردن که ما این فقط اصلاح کننده. الله تعالی جواب داد خبردار، تعریض کردن یعنی شما مفسدید، شما دویی پیدا کردید، شما به خاطر این ایمان. حتی منافقی صحابه را میگفتن غر هؤلاء دینهم، اینها را دین فریب داده، اینها فریب خوردگان دینن. اینها به خاطر دین وطن ترک کردن، خانه را ترک کردن، تجارت ترک کردن، کاشانه را ترک کردن، نان برای خوردن ندارن، لباس برای پوشیدن ندارن، شب و روز شمشیر به دستن که بله ما ایران و روم فتح کنیم، بعد لباس رو پوشید. صحابه در فکر فتح ایران و روم بودن، نبودن. این همه تعریض کردن. قرآن گفت الا، الله تعالی گفت توجه، انهم،
بلا شک و تردید اینها همینها هستن مفسدان درجه ای که کفر را و ایمان را میخواهند همزمان با هم حرکت بدن. در یک ظرف که قلب باشد هم کفر را جا میدن هم ایمان را جا میدن، حالان که در یک ظرف یا کفر باشد یا ایمان، اصلا کفر و ایمان جمع نمیشن. چرا؟ ایمان شیء نظیفه و کفر یک شیء نجسه. نظیف را با نجس همراه کنن. شما اینه بگید طبیعت قانون دنیا چیه؟ قانون طبیعت چیه؟ پاک و ناپاک یک جا برن. آیا پاک اثر خود را به ناپاک میده یا ناپاک اثر خود را به پاک میده؟ لباس پاک را با لباس کثیف شما بپیچید، کدوم اثر میده؟ همینه گفتن دنیا مسلمه نتیجه تابع اخص و ارذل میشود. اینها در یک ظرف دو چیز میخواهند جا بدن، پاک را و ناپاک را، ولا محالا ناپاک پاک را نجس میکنه. این طبیعت قانونه، هیچ امکان ندارد، ثابت نشده است که پاک با ناپاک در یک ظرف بره و او پاک بمانه، در یک جا بره و پاک بمانه. این خاطر الله تعالی فرمود همین هایی که در یک دل هم میخواهند ایمان را بگذارند و هم میخواهند کفر که از اول هست اصلا جا نمیگیره. و این شعار ایمان هست که لا تجد قوم یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله. پس این خاطر خدا فرمود الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. کاملا بی شعورن که پیغمبر را و صحابه را نعوذ بالله احمق و بی عقل میگن. یعنی الله تعالی دیگه اینجا ثابت کرد قانونی که هر کس به تعلیم پیغمبر و به متعلمین پیغمبر و خود پیغمبر که معلمه کلمه بدی بگوید مصداق لا یشعرون. و این هم یقین کنید که هر کس صحابه را تان میزند بوی از ایمان ندارد. چرا؟ صحابه را هر کس کلمه بدی گفته الله تعالی جواب داده. خب اینها نمیدانند که انهم المفسدون. حماقت منافقین را الله تعالی بیان کرد. و اذا قیل لهم، وقتی به اینها گفته می شود آمنو ایمان بیاری، همان طوری که آمن الناس مردم ایمان آوردن. مراد از مردم صحابه هست. ایمان مثل صحابه بیاری، به خاطر ایمان همه آن چیزهایی که با ایمان ضدن بگذارید دیگه. دشمن ایمان کافر است، با او ارتباط چرا برقرار کردی؟ ببر از او. صحابه بودن که اینها را دعوت ایمان میدادن. گفته ایمان اون نیست که شما اظهارش میکنید. الان در محضر پیغمبرید، نیم ساعت بعد در برابر دشمن پیغمبر نشستید و با او کمیسون دارید. این دو رنگی درد نمیخوره. در زبان اردو میگن دو رنگی چوڑ کر ایک رنگ ہو جا، سراسر سنگ و یا موم ہو جا. منافق بی ایمان مثالش خمیره. این خمیر این شیشه را میزنن، این آرد خمیره. این خمیر را به هر شکلی که تقاضا باشد در میارن. به صورت ساندویجی درش میارن، به صورت لواشی درش میارن، به صورت تنوری درش میارن، به صورت کماچ درش میارن. این خاصه خمیر است، به هر شکلی که بخواهند در میآید. بزرگش کنن، کوچکش کنن. لیکن سنگ نه. سنگ همین طوره. یا همین طور بگذارید یا اگر تکان دادید که اینه خم کنید، سنگ خم نمیشه، میشکنه. خمیر نه. خمیر به هر شکلی که در بیاید در میاد، به هر شکلی خمش کنید. منافق بی ایمان مثل خمیره. با کافر کافره، با مومن مومنه. و این را خدا قبول نمی کند، پیغمبر خدا هم قبول نمی کند، مومنین هم این قبول نمی کند.
یا مؤمن واقعی باشید بشینید همیشه در مسجد النبی و اسرار مسلمان ها را از اینجا می گرفتن و می بردن برای اون سردمداران یهود. قرآن صحابه اینا رو میگفتن بابا ایمان درست بیارید، آمنو کما آمن الناس. خبیثا گفتن انؤمنو کما آمن السفهاء، مثل همین احمق‌ها ما ایمان بیارید؟ به خاطر ایمان با قوم خود عداوت، با زن خود عداوت، با برادر خود عداوت؟ نه، انؤمنو کما آمن السفهاء. ببینید صحابه را کی می بود که اینها را دعوت ایمان میداد؟ پیغمبر و صحابه بودن و اونها گفتن انؤمنو کما آمن السفهاء. صحابه رسول الله را که به خاطر ایمان همه چیز را فدا کرده بودن، خصوصا مهاجری، باز انصار، نعوذ بالله، اینهایی که همه چیز را برای خدا فدا کرده بودن و تقاضای ایمان را تکمیل میکردن، اینها را احمق گفتن. انؤمنو کما آمن السفهاء. الله تعالی تردید کرد الا انهم هم السفهاء. او جهانیان توجه داشته باشید، اونهایی که متعلمین قرآن را، معلم قرآن را، نماینده خدا را، شاگردان رسول خدا را احمق میگن. احمقان درجه یک در دنیا همینا هستند، ولکن لا یعلمون. لیکن ها بهره علمی ندارند، اینها شعور ندارند. کسی را که پیغمبر خدا تربیت و تزکیه بکند، او از حماقت، او از بیعقلی، او از بیدانشی به فرسخها دور می شود. این خاصه تعلیم نبی است. اینها هنوز علم ندارند که صحبت نبی، درس نبی، تزکیه نبی، تربیت نبی، تعلیم نبی اینها را از تمام حماقت ها پاک می کند، از تمام جهالت ها پاک می کند. صحبت پیغمبر را اینها هنوز درک نکردند که متعلمین مکتب قرآن را و متعلمین استاذ عظیم بشریت را احمق میگن. امروز هر صحابه رسول الله را به هر طرزی طعنه بزند طبق آیات قرآنی، او احمق ترین فرد کره خاکی است. بله، شاگردان دارالعلوم زاهدان اکثریت مقبولند یا تشدیدند، اونهایی که مردودن معدودن و انگشت شمارند. از 500-600 طلبه شاید 20 طلبه مردوده، باقی اکثریت مقبولند و یا تشدید در 1 ماده یا فوق تشدید در 2 ماده. پس پیغمبر تعلیم بدهد و نتیجه تعلیم پیغمبر به 4 نفر مقبول برسه و این تعلیم کامیابیه یا تعلیم ناکامیه. 23 سال پیغمبر تعلیم بده و نتیجه تعلیم کامیاب سرفراز 4 شاگرد در بیاره. اینها طعنه میزنن و همان روز هم به صحابه پیغمبر اینها طعنه میزدن، گفته سفها هستند. الله تعالی گفت الا انهم هم السفها ولكن لا يعلمون ولكن لا يشعرون. اینها بی معرفتن، بی شعورن، بهره علم ندارن، اینها نمیدانن، چون ایمان ندارن تربیت پیغمبر را تنقیص میکنن. شاگرد پیغمبر را، سپاهی پیغمبر را، مقتدی پیغمبر را، مزکا و تزکیه شده پیغمبر را احمق گفتن در حقیقت کمال بی‌ادبی است و در شان پیغمبر اهانت است. چطور کسی را پیغمبر تربیت بدهد و عقل نداشته باشد؟ حالا یک مرشدی، یک شخصیت تاریخی بشری بگن همراهان خوبی ندارد، برای امت هست یا نوعی مذمت ہے. یک نظامی
سربازانی را برای جنگ آموزش میدن یا نمیدن؟ بله بگن این سربازان را خوب تعلیم نداده، آموزش نظامی اینها خوب نیست، نمیگیرن، امتحان نمیگیرن از این سربازها که آموزش میدن، افسرها آموزش میدن. کدوم افسر کامیابه که سربازها را آموزش نظامی خوب بدهد یا نه هیچی بگذار بخورند و بخوابند؟ اون افسر آموزش دهنده برنده هست، مدال میگیرد که وقتی اونهایی که بالاتر از اون بیاند از این سربازها امتحان تیراندازی بگیرن، تاکتازی بگیرن، در به اصطلاح مانمره ها ببینن که این سربازها چقدر بلدن، تحسین میشه سرباز یا اون افسر معلم یا مذمت میشه. وقتی در سرباز یک صلاحیت ببینن به صلاحیت اون آموزش دهنده بر نمیگرده. پیغمبر هم تنها استاد درس نبود، پیغمبر علیه السلام استاد درس نظامی هم بود، معلم نظامی هم بود، معلم تمام بخشهای زندگی پیغمبر بود و پیغمبر کامل ترین استاد هست. تانه زدن به صحابه در حقیقت تانه ای هست به تعلیم گوهربار پیغمبر اسلام. این دانشگاه های دنیا، حوزه های دینی، کامیاب ترین حوزه کدومه که شاگردهای مقبولی در امتحان نهایی داشته باشه؟ 50 شاگرد همه مردود، اون محتمم و اون مدرسین تحسین میشن یا احساس شرمندگی میکنن. این خاطر سروران گرامی قرآن فرمود اینها دارن با تانه زدن که صحابه مفسدن، صحابه احمقن، اینها به تعلیم گوهربار پیغمبر اسلام تانه میزنن و الله تعالی دفاع میکند که آنهایی که تعلیم یافتگان محضر پیغمبر را تانه فساد و سفاهت میزنن، مفسدین درجه 1 در دنیا و احمقان درجه 1 کائناتن، لیکن اینها کاملا بیشعور و بی‌معرفتن، شعور ندارن، احمقی خود را درک نمی کنن. و من هم و شما هم که بعد از 1400 و اند سال آمدید، به خدا همانایی که بر صحابه تنقیص میکنن و صحابه را عیب میزنن، نه در خودشان عقل هست، خیلی علامه، فضاله، فهامه، و من میگن نه کاملا بیشعوره، او حقیقتا دیده و دانسته از آیات صریح خدا میگذرد که در مدح صحابه رسول الله هستند. او عقل دارد. تانه زدن به ابوبکر و عمر و عثمان و علی، تانه زدن به طلحه و زبیر، تانه زدن به عشره مبشره، تانه زدن به مهاجرین و انصار، تانه زدن به سپاهیان اسلام، این تانه به آموزش پیغمبر است. اینا شعور ندارن که چی میگن. کسی بیاد همه شاگردان مدرسه مکی را از یک ردیف بگه نعوذ بالله اینها بدن، از نظر اخلاق بدن، از نظر عمل بدن، از نظر اعتقاد بدن، آیا شما خودتان فکر کنید تانه‌ای به شیخ الاسلام نیست که مدیر و مسئوله؟ تانه‌ای به تمام اساتذه مدرسه نیست؟ همه چیز صحابه پیغمبر اسلام بود. و صحابه چنان آمدن، از آب در آمدن آخر کار که الله تعالی شاهد رسالت پیغمبر صحابه را مطرح کرد. محمد رسول الله والذین معه اشداء الكفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا. محمد رسول خدا هست. چرا؟
اونهایی که با او معیت دارن، در آموزشگاه پیغمبر ثبت نامند، در سپاه پیغمبر ثبت نامند، آنها اشداء علی الکفار هستند. با کفار که دشمنان خدا و رسولان هرگز آنها سازش ندارند. اشداء با هم کلاسی های خودشان چطورن؟ رحما و بینهم، بسیار رحمت و رافت دارند. و بعد فرمود معامله که اینها با خدا دارن، خب این معامله با خلقه، با دشمنان خدا سخت و زشت و با دوستان خدا بسیار رحمدل. چه کسی میتواند در یک وجود هم شدت را تربیت کند و هم رحمت را تربیت کند؟ میشه که بوشه ها ارتش خود را خونخوار تربیت کند، بی رحم تربیت کند، و میشه یک مرشدی صوفی تربیت کند، صوفی صاحب فقط ذکر بکنید، با کار کسی کار نداشته باشد. این فقط پیغمبر بود در دنیا که یک انسان را هم شدید تربیت کرده و هم رحیم تربیت کرده. غیر از پیغمبر دیگه کسی نمیتواند تربیت کند. میشه خیلی برای شما بخوانند و بخوانند شما را صوفی صاحب به بار بیارند، یا شما را خوب دلیر به بار بیارند، لیکن یک شما هم صوفی باشید و هم دلیر باشید، او پیغمبر فقط تعلیم داد، رحیم هم تعلیم داد، شدید هم تعلیم داد، رحما تعلیم داد، اشداء هم تعلیم داد. لیکن اینها قدرت غضبی را در یک جا اعمال نمی کردند، بر دشمنان خدا قوت غضبی را، شدت را اعمال می کردند و بر دوستان خدا، الله ولی الذین آمنوا، بر دوستان خود اون قوت رحمت را اعمال می کردند. سبحان الله، این تعلیم چقدر قوت دارد. و همچنین معامله با خدا اینها دارن، تراهم رکعا سجدا، این رکوعها و سجده های طویل و عریض را برای دیدن پیغمبر نمی کنند، برای این نمی کنند که پیغمبر ما را محبوب قرار بده. در این سجده ها و رکوع های طویل و عریض اراده پست و مقام ندارند، یبتغون فضلا من الله و رضوانا، طالب رضای خدا هستند. صحابه را الله پیغمبر خدا طالب رضای خدا کرد، از شدت و حدت و همچنین از رحمت آنها طالب رضای خدا بود. اون مسئله معروفی است که وقتی یک کافر را حضرت علی رضی الله تعالی عنه به زمین میزند، او بر چهره مبارک اهانت میکنه، آب دهن میاندازه، حضرت ویلش میکند. چرا؟ گفت اول تو را برای خدا میزدم و الان سهم نفس من میشه. من تو را برای خودم که نزدم به زمین و من برای خودم تو را نمیخواهم از پا درآرم. الان معلوم میشه که قسمت نفس منه. کیه در چنین دنیا چنین سربازی تربیت کند که دشمن مغلوب را میگه چون سهم نفس من میشه تو را رها کرد؟ کیه در دنیا چنین سربازی نشان بده؟ این شاگرد پیغمبر است صلی الله علیه و سلم. بعد از این مقدمات و تمهید که اینها ثبت نام در قرآن کردن برای اهانت، برای اینکه کلاس قرآن را مختل کنن، استاد قرآن را نعوذ بالله و متعلمین قرآن را احمق به جهان معرفی کنن، ما رفتیم در این کلاس، ما رفتیم در این کلاس، هیچ پیزی نبود، یک ترجمه تحت و لفظی می کرد و نه از تفسیری حوالا نه از دیگر استدلالی. به هر حال برای اینکه این کلاس را بی رونق در دنیا معرفی کنن آمدن. ما رفتیم در این کلاس، در کلاس محمد هیچ خیری نیست، نه اخلاق است، نه ادب است، نه احترام هست، هیچ چی نیست. ما رفتیم که اونها را یک مسخره بکنیم. الله سبحانه و تعالی میگه شما برای مسخره آمدید، خدا هم شما را مسخره میکنه، شما را میاره در کنار جنت، در جنت را میبنده سر و فهمید. این مسخره رو با شما کنم. شما به دربار نبی آمدی بدون ایمان و از دربار نبی هم بدون ایمان رفتی. سبحان الله، چقدر محرومیت. الله تعالی میگه با کفر وارد شدن در محفل شما،
در مجلس پرفیض شما، در مجلسی که همه علم بود و همه معرفت بود و همه للهیت بود، بدون حاصل کردن یک ذره وقد خرجوا بالکفر دخلوا بالکفر و خرجوا، در کلاس درس پیغمبر در مجلس پرفیض پیغمبر آمدن، کفر را همراه داشتن، رفتن هم همون کافر بودن. الله سبحانه و تعالی پناه میدهد. چرا؟ آنها نآمدن که از این مجلس علم بگیرن، آمدن که این مجلس را به دنیا بد معرفی کنن و یک تمسخری به معلم قرآن و متعلم قرآن بکنن. و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، وقتی اینها ملاقات میکنن با مؤمنین دنیا، وقتی اینها ملاقات میکنن با مهاجرین و انصار، با زبان میگو آمنا آمنا، ما مؤمنیم، ما مسلمانیم، ما باید متحد و متفق باشیم. آمنا آمنا، ما هم مؤمنیم، ما هم مسلمانیم، ما هم قرآن قبول داریم، ما هم قبله را قبول داریم، ما هم پیغمبر را قبول داریم، لیکن با بغض ابوبکر و عمر آمده است. با بغض ابوبکر و عمر از مجلس پیغمبر میره. این شاگردان شمع نبوت را میبینه لیغیظ بهم الکفار. الله تعالی فرمود رونق صحابه کفار را آتش میزنه. این آمد، لیکن از محبت ابوبکر که با رسول الله داشت، از اطاعت عمر که با رسول الله داشت، این سوخت و برگشت. اینا وقت ملاقات میکنن اونا را که ایمان آوردن از مهاجرین و از انصار، میگه آمنا. و اذا خلا، وقتی از مجلس پیغمبر جدا میشن و میرن به طرف شیاطین خود، خلا و ذهبو، چون خلا یا رجعو، این فعلی متضمن رجعو و ذهبو را در بر دارد، تضمن فعل دیگر را دارد. وقتی از مجلس پیغمبر جدا میشن و بر میگردن به طرف رؤسا شیاطین، مراد از این شیاطین احبار و رهبان یهود، علماء بزرگ یهودن و سران یهودن. الله تعالی این شیطان میگه سبحان الله، خدا هم گاگای تند حرف میزنه، از کسی ترس نداره. وقتی جدا میشن از محفل پیغمبر و بر میگردن الی شیاطینهم، به طرف شیطانهای خود، یعنی الی رؤسائهم، الی من احبار الیهود و رؤوس المشرکین و المنافقین، به طرف رئیسان و اونها میگه رفتی صحابی شدی پیش محمد رفتی؟ قالو میگه انا معکم، نه ما با شماییم، از صمیم قلب با شماییم. خب با ما چرا رفتی در اون مکتب قرآن؟ میگه انما نحن مستهزئون، ما رفتیم برای مسخره کردن، معلم را مسخره بکنیم. شما رسول خدای، واه واه چشم روشن، دل ماشاءالله ماشاءالله مفسر قرآن، خدا جزا میدهد مفسرین قرآن را، خیلی خوب، ما مشتاقیم هم ثبت نام کنیم. چند وقت دیگه فکر کردیم نتونستی میایی، خب بفرما ماشاءالله. مسخره. خود خبیثا میگفتن بریم پیش این پیغمبر، وقتی ما میگیم آمنا کان له اربعة آیه، تو حدیث آمده نه؟ خبیثا گفتن بریم اینجا میگیم مسخرتن که ما ایمان آوردیم، 4 چشم برایش درست میشه. این ضرب المثلی که وقتی کسی خوشحال میشه تو چشمش روشنه نی؟ الله تعالی میگه اینا در مکتب قرآن برای اصلاح نه آمدن، اینها برای تمسخر آمدن. کسی که در کلاس قرآن برای این بیاید که بله من رفتن در این کلاس هیچ خیری نمود، هیچ خیری نمود، من هیچ نورانیتی، هیچ تربیتی من در این کلاس ندیدم، هیچ فایده من در این کلاس ندیدم، فایده بیسودی چیزی. این ترجمه تحت لفظی که نوشته زیر قرآن مجید تماما صدها عاشق قرآن را این بدبخت میزنه از را، هر جا میره تبلیغ که در این کلاس هیچ خیری نیست، هیچ دیگه مسئله بیان نیست.
همه غیر الله بس. خدا نجات بده. الله تعالی این مرض خورد. اینا همین بودن، مسخره کرد. برای این که شاگردان ثبت نام شده قرآن را منحرف کنند، اعزام می شدن که اول روز آمنو اول النهار واکفروا آخره لعلهم یرجعون. این خاطر این هدفه. اینا برای استهزاء آمدن. اگر قرآن اینها را نساخته، اینها قرآن را استهزاء کردن، معلم قرآن را استهزاء کردن، متعلمین قرآن را استهزاء کردن. به این خاطر الله تعالی میگه اینها نه آمدن که فیض از قرآن بگیرن، اینها آمدن که مسخره کنن. جزای مسخره را خدا به اینها میده. الله یستهزئ بهم. الله تعالی تمسخر میکنه آنها را. خدا که از تمسخر گرفتن، کسی را خلاف حقیقت گفتن، خدا که پاک است. چطور الله تعالی یستهزئ بهم؟ این تفسیر کرد که تقویت میکند آنها را در همین گمراهی، در حالی که آنها دلشون کوره. و نتیجتا مفسری نوشته کردن یعنی اینها پیغمبر را اهانت میکنند و اینها صحابه را و متعلمین قرآن را اهانت میکنند، خود قرآن را اهانت میکنند. الله تعالی بینا نان میده، بینا آب میده، بینا صحت میده، تجارت آنها روز افزون میکنه. خب میخورند و میگردند و مغرور میشن و حتی میگفتند لا یعذبنا الله بما نقول. اگر این پیغمبر میبود وقتی ما این اهانت کردیم خدا ما چرا عذاب نمیده؟ الله تعالی گفت من اینها را مسخره میکنم، چند صباحی بهش خدمت میکنم، میدم، بعد زیر گرزان قرار میدم. مثل اینه یک انسانی دشمن خود را میبره، کبابه. برای حضرت مولانا کباب بکنی. ها شما استازی به من نفت برسنانی. استاد صاحب میگفتن شما بگی، شما استازی، شما برای من این آیه را بگی. خب بابا این مگر استاد چشم بسته هم استاد میشه؟ دست بسته، دست استاد بسته، چشم استاد بسته، استاد. این چیه؟ الله تعالی اینها را مسخره میکنه. مثل اینه کسی دشمن است را از صبح تا نماز است در یک باغ پر از نعمت داخل کنه، بهش کباب بده، بهش برنج بده، تختی و مبلی برایش پهن کنه و بگذاره. او همین که نماز عصر شد ببره پاهاش ببنده توی چاله آویزانش کنه. این استهزایی نیست؟ این همه پذیرایی. و از صبح تا غروب آفتاب، غروب آفتاب هر دو پاهاش ببنده و سرش تو چاله سیاه آویزان کنه، هر روی پاها آویزانش کنه. این پذیرایی یک نوع مسخره نبود؟ به عینی با کفار و منافقین الله تعالی همین کار را میکنه. چند صباحی بهشون میده بعد شنگت میزنه اینا را تو جهنم کباب میکنه. تو سیخه های جهنم اینها کباب میشن. تو این استهزاء شد دیگه. الله تعالی جزای استهزاء را اینها میده. بعضی معنی کردن یستهزئ بهم یجزی به استهزائهم، یجزیهم به استهزائهم. یا تفسیریه، یعنی الله تعالی امداد و کمک میکند اینها را در همون سرکشی و طغیانی که دارن، در حالی که دلشون کوره. یا مهون دلشون کور شده است، کور دل شده اند. از شاه ولی الله معنی شده دل اینها کوره، هیچ دلشون بینایی ندارن. اولئک الذین اشتروا الضلال، اینا به ذهن خودشان یک تجارت خوبی گرفتن. هم میخواستم از دکان اسلام بخورن، هم از دکان کفر بخورن. هر کدام دکان رونقش بیشتره در همون دکان برن. الله تعالی میگه اینها تجارت سودمندی نکردن، فردا نفاق اینها ظاهر میشه و اینها همینجا سر جا قطع میشه. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى، اینها اختیار کردن ضلالت و گمراهی را
در برابر هدایت ترجیح دادن، اختیار کردن، لحاظا تجارت خوبی نکردن. فما ربحت تجارتهم، سودی نداشت برای آنها تجارت آنها. چرا؟ و ما کانوا مهتدین، اینها از اول راه تجارت را بلد نبودن. راه تجارت اینه یا کافر مخلص با هر بلای کافر همراه باشی، یا مومن مخلص. دو رنگی کچور کر ایک رنگ ہو جائے، اینها دو رنگی کردن. حالا نفاق اینها هم ظاهر شد و کفار هم از بین رفتن، اینها تاریک ماندن. بین خاطر اللہ تعالی دو مثال سخت میدهد. جمهور میگن هم مثال اول مثلهم کمثل الذی استوقد نارا و هم او کصیبین، این مثال منافقینه. لیکن مولانا حسین علی صاحب میگه که مثال اول مال کفار، مثال دوم او کصیب مال منافقینه. مثال کافرها مثل اون انسانهایی هست که اون انسانهایی که آتش روشن میکنن، تاریکه. این آتش خوب اطراف خود را روشن میکنه، تا فاصله ها اینها میبینن، لیکن در این روشنایی آتش آنها فکر تاریکی را نمی کنن که انتظام کنن، رخت خواب خود را پهن کنن، عرض به خدمت شما ببینن راه را تا کجای چاه و چاله را نگاه کنن. اینها وقت آتش روشن بی خیال نشستن. حالا یک دم آتش اینها را باد سنگینی و طوفان از بین میبره. حالا اینا تو تاریکیه، نه راست میبینند و نه چپ، جز حیرانی و حسرت هیچ چیزی نیست. این کفار مثالشون به اون انسان ها تشبیه که در روشنایی آتش اونها فکر تاریکی را نکردن، حالا ماندن تو تاریکی، نه راست میبینن نه چپ. اینها کر و گنگن، همانطور قرآن گفت که اینها صم بکم عمی فهم لا یرجعون، اینها از کفر به طرف ایمان بر نمیگردن. مولانا میگه این مثال مال کفار هست. من به طریق مولانا معنیش میکنم. حالت عجیبه، مثل به معنی حالت عجیبه. حالت عجیبه این کفار مثل اون کسی هست که آتش را روشن میکنه. اینجا اندماجه و در آنجا مردهای نشستن. اون مردها استفاده از روشنایی این آتش نمی کنن. استوقده به معنی اوقده هست، این برای طلب نیست. پس وقتی که این آتش روشن می کند ماحوله اطراف خود را، یعنی فواید جسمانیه مالیه حاصل میشه. تو ذهب الله بنورهم، میبرد محرومی از فواید و ظهور نفاق، میبرد الله تعالی نور آنها را و میگذارد آنها را در تاریکی ها که اصلا نمیبینن آنها اطراف خود را، نفع و نقصان خود را نمیبینن. هم این مبتدا هست. اینها کرن، اینها گنگن، اینها کورن. پس از کفری که دارن به طرف ایمان بر نمیگردن. این مثال کفار هست. اون انسانهایی که آتش روشن میکنن و آنجا کسانی نشستن باید از روشنایی آتش استفاده میکردن. از روشنایی آتش این نشستگان دور بر آتش استفاده نکرده، آتش را خدا برد. حالا اینا تو تاریکیه. کفار بینی همین طور بودن. شمع نبوت و رسالت روشنایی می انداخت در مکه و در حول حوش مکه. بسیاری از این آتش استفاده کردن، از این نور استفاده کردن. بعد الله تعالی این روشنایی را از مکه به مدینه منتقل کرد. حالا اینا تو تاریکی محض ماند. مثال اینها مثل همون صاحبان آتش هست. پس اونها جمهور اینجا میگه که اندماج نیست. پس الذین استوقده به معنی الذین، الذی به معنی الذین، به دلیل اینکه ضمیر ترکهم بنورهم لا یبصرون به طرف او بر میگردن، ورنه ضمایر مرجعی ندارن. جمهور میگه حالت عجیبه این کفار
مثل آن کسانی هست که آتش روشن کردن. لفظ الذی مفرد معنای الذین را میدهد و در قرآن مجید جای دیگر هم الذی مفرد به معنای الذین آمده است. خودتم کالذی خاضوا، خودتم کالذی خاضوا، اونجا کالذی به معنی الذین خاضوا، چون خاضوا جمع الذی مفرده، پس معنای جمع را میده. مثال این کفار مثل اون انسان ها هستن که آتش روشن کرد. وقتی آتش اطراف خود را روشن کرد یعنی فواید رسانی، باز خدا این آتش را برد و اینها در تاریکی ماندن. کفار به اینی همینطور. او کصیبین، این مثال فریق ثالث است. مثلهم اینجا هست مثل یک باران شدیدی، مثل باران شدید اینجا مضاف هم مقدره. مثال این منافقین مثل اون انسانهایی هستند که در یک باران شدید قرار دارند. انسانی در یک باران شدید قرار داره، تاریکیه، قطرات باران هم پشت سر هم تون میان، شب هم هست، سایه ابر هم هست، تاریکی بالای تاریکی. لیکن گاگای برق میزنه. چی میزنه؟ این برق وقتی میزنه به فاصله 200 متر انسان برایش مسیر مشخصه که چاله، چوله، کوهی، درختی جلوی من نه. مثلا اینقدر تا این دیوار تا اون آخر کوچه شاید مسیر کاملا برای انسان مشخص میشه. خب برق که زیاد روشنایش طولانی نیست ها. خب وقتی تاریک بشه یک انسان عاقل مسیر خود را تا 50 گام، 50 متر، 100 متر او تخمین میزنه و توی تاریکی هم می. بعد وقتی برق میزنه 50 متر اون طرفتر مسیر برای خودش مشخصه. خب آخر این انسان به یک پناهگاهی به جای به خانه میرسه. لیکن یک انسانی که در این باران شدید قرار دارد فقط موقع برق گام بر می دارد. وقتی تاریکی میاد میسته. این کجا میرسه؟ برق مدتش خیلی کمه، طولانی نیست، این به جای نمیرسه. این منافق ها سبحان الله قرآن عظیم الشان و تعالیم گوهربار پیغمبر تشبیه داده شد به اون باران، باران بسیار شدید. خب توی این باران شدید رعد هم هست، صدای مهیب، رعد همون صدای مهیب را میده، برق هم هست. انسان عاقل که توی این باران قرار گرفته باید وقت صدا را شنید دستها را در گوش قرار بده و چشمها را ببنده یا گوشها را باز کند تا صدا را تشخیص بده و چشمها را باز کند تا مسیر خود را مشخص کنه. لیکن این انسانی که در این باران شدید قرار گرفته و در آن رعد هم هست و برق هم هست، او دستها را در گوش خود خوب فشار داده که من صدای رعد نشنوم و چشمها را هم بسته که برق بر چشمهای من ضربه چیزی وارد نکنه. این انسان کجا میخواهد برسه؟ فقط در روشنایی یک گام حرکت میکنه، وقتی تاریک شد سر جا میسته. این انسان به هیچ جایی نمیرسه. پس این تعالیم پیغمبر مثالش یک باران هست، باران بسیار شدید. خب تو این باران رعد هست، وعید بر کفر و نفاق هست که اگر دست از کفر نکشیدید چنان و چنین میکنم، دست از نفاق نکشیدی هاکذا. و در این اسلام نوید هست، ایمان آوردید بهشت میدم، در دنیا نعمت میدم، عزت میدم. این نویدن، اینها برکن. لیکن نویدها در برابر وعیدها کمترن. این منافقان مثل اون صاحب باران،
اگر شیرینی میبینن که خیبر فتح است، نانو که گیر می آید، بیسکویتی حاضرم با شما میان پیغمبر. و اگر جایی که خطرات است به مکه میریم و در مکه خطرات هست، اینها می ایستند. این خاطر الله تعالی میگه اینهایی که در روشنایی فقط میخوان حرکت کنن و در شدائد و مشکلات اسلام را ویل میکنن، اینها به مقصد نمیرسن. باید این صاحبان باران هم در روشنایی راه برن و هم در مشکلات. وقتی اسلام نعمت دارد، صحت و سلامتی و امنیت دارد، هم اینا گام بردارد. اگر گرسنگی و ناراحتی و اسارت و مشکلات دارد، هم باید این شانه را زیر بزنن، این مشکلات را تحمل کنن، این تاریکی ها را تحمل کنن تا که به روشنایی روز برسن، که روشنایی روز همون بعد از مرگی. الله تعالی میگه مثال اینها مثل اون صاحبان بارانی کذوی سیب، اینجا تو کتاب نوشته توی قرآن مجید ها، مثل صاحب یک بارانی هستن که این باران از آسمان می آید. یعنی این قرآن تشبیه داده شد به یک باران، او از آسمان می آید، یعنی از ابرها باران می آید. در این ابرها، در این باران یا در این سما، چون لفظ سما مذکر و مؤنث اسم جنس اطلاق میشه، ظلمات هست. در این باران تاریکی ها هست. اون تاریکی ها تعبیر شده از بیان کفر شه. و رعد هست، وعید، غرش، تهدیدهای الهی برای عذاب دنیا و آخرت، اینها وعید، اینها رعد. و برک هست، اون وعدهای و براهین الهی هست، استدلالاتی که خدا می کند برای هدایت بشر، برای آنهایی که انابت می کند، اینها برکن. این صاحبان باران قرار میدن اصحاب خود را در گوشه های خود از ترس صائقه، صواعق صائقه ها، اون برقی که از برقه ها جدا میشه، در بلوچی نفتش میگن. چرا قرار میده حذر الموت، از ترس مرگ؟ الله کنایه است از عذاب. خدا احاطه کرده کافرها را، یعنی اینهایی که از روشنایی استفاده نمی کنن، از تاریکی استفاده نمی کنن، اینها غرش ها را نشنوند، دست ها را در گوش کردن. اینها باید گوش را باز می کردن تا صدای رعد و برق را تشخیص می دادن و به طرف هدایت حرکت می کردن که روشنایی. الله اینها را احاطه کرده کافرین را، کنایه از عذاب هست. یکاد البرق، براهینی که خدا در قرآن برای مومن بیان کرده در دنیا و آخرت، اون برق خیلی کبیره، نزدیک است که این دلائل چشمه های اینها را ببرند. یعنی این براهین قاطع برای ترقی بشر که در قرآن بیان شده تشبیه داده شده به برق، خیلی سرعت دارد، لیکن اینها چشمه ها را میبندند، براهین را نگاه نمی کنند، نزدیکه که ببره چشم آنها را. هر زمانی که روشنی میدهد برای آنها به ظهور معجزات یا حصول مال، تو مشوفیه، در این روشنایی گام می‌دارند. اخی شما میدانید روشنایی کمه، روشنایی یک موردیه، 10 مورد دیگر تاریکیه. الله تعالی میگه اینها میرن، کلما اضاء لهم ثم شوفیه، برق برای آنها روشنی میدهد، اینها میرن توی اون برق و روشنایی. و اذا اظلم علیهم، وقتی تاریکی می آید، یعنی ورود شدائد و تقالید میشه، تو اقام اینها اسمیده. اگر اسلام شیرینی داره حاضرن بیاین. خیبر مثلا شیرینی داشت و ما حاضرین بیاین در جبهه خیبر، لیکن جبهه مکه مکرمه او جبهه خیلی مشکلات داشت، خطر مرگ 99% اونجا نرفتن. این خاطر الله تعالی میگه اینها کامیاب نمیشن. باید انسان در تاریکی و در روشنایی بره تا به مقصد برسه. منافق فقط در روشنایی گام میده. هر زمان اسلام روشنایی داره، ریشه میگذاره، امامه میگذاره، میاد. به وقتی که تاریکی آمد همه را فداک میکنه و میره همکار میشه. منافق به اینی همینطور میده، در روشنایی حرکت، در تاریکی ایست. الله تعالی مذمت میکنه. عاقل اینه که در روشنایی فکر تاریکی را هم بکنه و در تاریکی هم بره تا به روشنایی ابدی برسه.
كلما اضالهم مشوا فيه و اذا اظلم عليهم قاموا. اکنون الله تعالی میگه این منافقین هنوز صلاحیت را از دست ندادن. اگر الان توبه کنند و بیان خدا بهشون هدایت میده. اگر خدا میخواست میبرد گوش آنها را، یعنی صلاحیت گوش آنها را و صلاحیت چشم آنها را. چرا که الله بر هر شی قدیره که بخواهد. هر شی ممکن خدا قادره. هر شی محال اون خود که محاله. محال همونه میگن که بودنش محال باشد و نبودنش ضروری باشد. اینجا یک اشکال عموما میکنن، میگن خدا بر هر شی قادره. بله، الله تعالی میتونه سنگی بسازه که نتوانه او را بلند کنه، سنگی خلق کنه که بعد نتونه او را بلند کنه. این یکی از تعبیرهای مشرکین و کفار و مجوسها و همچنین از کمونیستها. سروران گرامی، ساختن اون سنگ که خدا او را خلق کردن اون محاله، مثل شریک باری تعالی. محال اون میگن که نبودنش لازمی باشد، بودنش محاله، وجودش محاله، نبودنش لازمی باشد. چرا؟ یا اسرائیل که هستن از ممکناتن یا از ممتنعاتن از یا واجب. الله ذاتش واجب الوجوده، هرچی ما سوا هستن ممکن الوجودن و اونها از ممتنعاتن. شریک باری تعالی از ممتنعات هست. اون سنگی که خدا او را نتونه بلند کنه اون هم از ممتنعات هست. اینا از دجالها هستن که بر ان والله علی کل شیء ان الله علی کل شیء قدیر اعتراض میکنه. و جواب شما دادین هر شیء ممکن الله تعالی قادره. شریک باری تعالی محاله. محال معنیش همینه که نباید وجود بیاید، از ممتنعات هست. و آخر دعوانا ان الحمد لله.